و کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان. و در این برنامه می توانید شما عزیزان تماس بگیرید و در رابطه با موضوعات مختلفی که حتی در برنامه دیگر هم مطرح شده باشه می توانید اظهار نظر بکنید، رأی خودتون رو بیان بکنید و اگر در مسائل شبهات و انتقادات و پیشنهاداتی که دارید می توانید با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برنامه و همچنین شماره تلفن تماس مستقیم از همین لحظه زیرنویس میشه و می توانید از طریق این شماره ها با ما تماس بگیرید و دلگفته‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید. یک موضوعی که در شروع این برنامه میخوام خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان بکنم. خب تماس دوست عزیزمون رو میگیریم، بعد موضوع رو خدمت شما بیان میکنم. اولین تماس برنامه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، چی حال دارین؟ شما خوب هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. آقای انصاری، با معذرت زیاد ما در درایو بودم، من برنامه‌تون موضوعش نفهمیدم. موضوع خاصی نیست، امروز هر چه دل تنگتان میخواد بگویید. زنده باشه آقای انصاری. ما فقط میخواستم براتون بگم که بسیار بسیار زیاد از شما تشکر میکنیم. دیگه فقط دیگه میخواستیم که زحمتاتون که در عرصه آگاهی مردم افغانستان، مردم تاجیکستان، مردم خود ایران چیز میکنیم. ما بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما، سپاسگزار هستیم به یکی از شما. سلامت باشید. امیدوار هستیم که کامیاب باشین، سربلند باشین. خداوند دیگه مردم افغانستان و تاجیکستان و ایران کلش هدایت بده انشالله در راه راست. و دیگه با این ظالمینی که بالای مردم تاجیکستان فعلا حکومت میکنه و بالای مردم ایران که فعلا حکومت میکنه، خداوند اینا را نیست نابود کنه. در قدم اول هدایتشان کنه، اگر هدایت نمیشه انشالله نیست نابودشان کنه. و مردم تاجیکستان سربلندی برشان آرزو دارم که انشالله کامیاب شن در عرصه زحماتشان، در عرصه زحماتشان که در دین اسلام. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. یکی از بیننده همیشگی شما هستیم دیگه. سلامت باشین. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از لطف شما. زنده باشید. الله مطلع استان کنه. خدا نگهدار. خدا. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار و از همه عزیزانی که اظهار لطف دارن به ما و به برنامه ما.
بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. استاد انصاری بزرگوار، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چه حال دارین انصاری؟ استاد انصاری بزرگوار، سلامت باشین برادر. و امروز بسیار خوش شانس بودیم که با اولین زنگ که رخ سلامت. من امروز تصمیم گرفتم کم صحبت کنم و بیشتر وقت رو در خدمت شما و بینندگان عزیز قرار بدیم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. زنده و سلامت باشین. استاد بزرگوار، یک سوال داشتم، سوال درباره سنگسار است. درست، بفرمایید. که من شما باور داریم که حدیث احادیث شریف که است؟ بله بله میشنین صدای من؟ بله بله صدا شما هست، ادامه بدید، بفرمایید. گفتم من شما باور داریم که احادیث که از تفسیر قرآن کریم است و در مسئله سنگسار که میاییم آیت قرآن کریم واضح است که هر کسی که مرتکب زنا میشه فراموش کردیم که 80 دوره یا 100 دوره بخوره. بله زده شوه. درست. ولی آیت واضح هست. به طور مثال نماز که است واضح نیست، مثلا نماز بخوانیم، نماز چه قسم بخوانیم، چی بگوییم، درست. این واضح نیست. بازی رو میریم از حدیث میگیریم. درست. اما آیتی که در مورد زنا هست این واضح هست. این واضح هست که هر کسی که میگه هر کسی که مرتکب زنا میشه 100 دوره یا 80 دوره فراموش کردیم زده شود. اما یه حدیث که میای باز جدا میکنه این آیت را، میگه نه این به کسایی است که مجرد هستن، به کسایی که متأهل هستن باید سنگسار شوند. درست. من میخواستم امیر پرسان بکنم و دو سوال دگم داشتم فراموش کردم. خیر باشه، به دیگه برنامه باشه. سلامت باشید استاد بزرگوار. سلامت باشید، الله مطالبتان کنه. باشه، در این مورد هم صحبت خواهم کرد ان شاء الله. الله حافظ. زنده باشید. سلام علیکم. ان شاء الله در این مورد مفصل صحبت میکنم. قبل از این یک نکته رو اینجا خواستم خدمت شما عزیزان بیان بکنیم که در طول هفته‌ای که گذشت، در یکی دو برنامه گذشته، خب ما یک سری صحبت هایی داشتیم در مورد جناب آیت الله محسنی و قاری عبدالکبیر حیدری. چیزی که باعث تعجب میشه این است که خیلیا به جایی که بیان برنامه رو ببینن، موضوعاتی که مطرح شده رو در اونجا ببینن و در مورد این که چه صحبت هایی شده، اسناد و مدارکی که از کتاب های اینها پخش شده، بیان علمی پاسخ بدن و تناقضاتی که وجود داره، توهین ها و اهانت هایی که به امهات المؤمنین و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، اینها رو بیان با دلیل و مدرک جواب بدن. یعنی حداقلش این است که یک مسلمان غیور وقتی که این توهین ها و اهانت ها رو میشنوه بیاد رد بکنه، بگه خب حالا ایشون اشتباه کرده. شروع میکنن به فحاشی کردن، توهین کردن، اهانت کردن که بله شما نمیدونم نوکرید و شما فلانید و استخبارات فلان کشور و علان و از این حرفا. برنامه های روز جمعه که هست، همینطوری که دیدید ما الان در شروع برنامه 2 تماس داشتیم. هر کدام از عزیزانی که طرفدار آقای محسنی هستند و شبهاتی یا مسائلی که مطرح شده در 2 برنامه اخیر و به شکل کلیپ هم جداگانه پخش شده در شبکه، اگر در هر کدام از اینها مشکلی میبینن، ایرادی میبینن، رد علمی دارن، حرفی برای گفتن دارن، لطف کنن، بزرگواری بکنن، شماره تلفن مستقیم ما درج شده است، بیان زنگ بزنن، تماس بگیرن و بیان بکنن، حرف دلشون رو بگن، به جای اینکه بیایید در پشت کامپیوتر بشینید در فیسبوک و در یوتیوب کامنت بزنید، فوش بدید، توهین بکنید، تهمت بزنید. بیاید علمی پاسخ بدید. اگر واقعا در جایی مسئله نادرستی بیان شده، بیاید دفاع بکنید. همچنین قاری عبدالکبیر حیدری ایشان هم آمده، یا همون شکیب جان که
علاقه شدیدی هم به موسیقی دارن و طبق سخنان بعضی از کسانی که از قبل از اینکه قاری قرآن بشن با ایشان آشنا بودن، میگن تازه داشت دستش به طبله و به ساز و این چیزا رو میشد که خدا زد و قاری شد. البته اینکه خدا زد و قاری شد به خاطر این است که ما بعضی قاری‌های خدا زده داریم که الله سبحانه و تعالی از اینها به عنوان هیزم جهنم استفاده می‌کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که 3 گروه هستند که جهنم رو به وسیله آنها آتش رو روشن می‌کنند و اینا به اصطلاح هیزم جهنم هستند. شاید این گروه ها رو بعضی فکر بکنن حتما ملحدین هستن، مشرکین هستن، فلان هستن. میدونید اینا کیا هستن؟ قاریای قرآن، عالمان دین و کسانی که پولشان رو در راه خدا خرج میکنن. چرا قاری قرآن؟ کسی که قرآن رو به خاطر این یاد گرفته باشه که بگن به به عجب صدایی داره، به خاطر پول، به خاطر منصب، به خاطر منفعت که جای تلاوت بکنه مردم به به و چهچه بکنن. هدفش اگر این باشه، این است هیزم جهنم. عالمی که به علمش عمل نکنه، عالمی که فقط به خاطر این دعوتگر و عالم شده باشه که مردم تعریف و تمجیدش رو بکنن، بگن به به عجب عالمی، عجب آقایی، عجب مولوی و مولانا و داملا و آیت الله و حجت الاسلامی، این هم هیزم جهنم است. و کسی که پول خود را در راه خدا خرج میکنه اما هدفش ریا باشه که مردم بگن به به عجب انسان خوبی و عجب انسان که صدقه میده و پولش در راه الله سبحانه و تعالی خرج میکنه. و شهیدی که هدفش از کشته شدن در راه الله یا جهاد در راه الله سبحانه و تعالی اعلای کلمت الله نباشد، بلکه هدفش چی باشد؟ هدفش این باشد که مردم بگن به به عجب قهرمانی، عجب شجاعی، عجب کسی که در راه به اصطلاح وطنش و در راه قوم و قبیله و فلان و علان جهاد کرد. این گونه انسان ها اینا هیزم جهنم هستند. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد محترم، خیر صحتم خد انشالله. الحمدلله. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ستاسې ویډیوګانې د فیسبوک پر صفحه څارو وخت ناوخته. تشکر، ډېره مننه. شیخ صاحب محترم، زما یوه پوښتنه وه چې د شریعت له مخې د کرکټ د لوبې کتل او د دې په اړه خوشحالي کول، نو که داسې معلومات مونږ ته راکړې د قرآن او د سنت له مخې چې یا دا جایز دی نه دی. دا صحیح ده. په دې باره کې خبرې کوو انشاءالله. ډېره مننه. مننه. کور و ودان و ستاسو رب هم عزت سلام علیکم. سلام و رحمت. چشم، در این مورد هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد در مورد بازی های ورزشی و اینکه کسی بیاد در این رابطه اظهار خوشحالی بکنه. انشاءالله حتما صحبت میکنیم. بر صورت این از این موضوع که دوستان عزیز لازم بود این تذکر رو بدم و این برنامه ما و روزهای جمعه، چون روزهای سه‌شنبه شاید کمی وقتمون تنگ هست و یعنی شاید نتونیم زیاد تماس‌های شما رو بگیریم، اما در روزهای جمعه که این برنامه تماس مستقیم است، خود جناب قاری صاحب عبدالکبیر یا شکیب جان، هر کسی که از طرفداران ایشان هستن میتونن تماس بگیرن و در این برنامه صحبت بکنن و از ایشان دفاع بکنن. هیچ اصلا به اصطلاح مشکلی وجود ندارد و ما حق میدیم به هر کسی، حتی به خود ایشان پیام فرستادیم، گفتیم بیا در مورد مسائلی که مطرح شده دفاع بکن. ما چیز زیادی نخواستیم، گفتیم ببینید نه دشمنی شخصی داریم، نه با تلاوتش، نه با، بالعکس صدای خوب داره، قاری قرآن است. منتها ایشان از رئیس جمهور گرفته در حکومت سابق تا عامه مردم به 40 میلیون افغان دروغ گفته که از دانشگاه الازهر فارغ است. یعنی یک نفری امروز خیلی از علما هستن، دعوتگران هستن، در پروفایلشون، در مسناد و مدارکشون شما بیایدم بگید که از کدام دانشکده در از هر فارغ هستید، مدرکتون رو نشون بدید، تمام شد. ما هم بعد از اون همه این کلیپ ها ویدیویی که داریم همه رو پاک میکنیم، شما هم خیالتون راحت باشه. چرا این دروغ رو به ملت میگید و چرا عده‌ای از علما و
دعوتگرانی که قبلا شما رو نمیشناختن، چهره واقعی شما رو نمیشناختن، حالا در مجالسی با شما مجامله کرده بودن، تعریف و تمجید کرده بودن، اونها رو کلیپ کردید و این روزا پخش میکنید و در مقابل ما میتونیم کلیپ هایی از علمای ازهر که در مورد شما صحبت کردن که یکی از دوستان مشترک من و شما واسطه شدن و گفتن نه اینا رو پخش نکنید و ما دست نگه داشتیم چون قول دادیم به ایشون. اما اگر شما به این کارتون ادامه بدید که برید سخنان استاد نیازی رحمت الله علیه و دیگر علما و دعوتگرانی که در مجالس به شکل عام یک تعریفی از شما شده او رو بیارید به رخ ما بکشید در مقابل این دروغ‌هایی که گفتید، ما مجبوریم که سخنان علمای ازهر که در مورد دروغگویی‌های شما هست اونا رو هم پخش بکنیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوب باشید. استاد سلامت باشید، زنده باشید. استاد من برای جخمی نمیتونم جخمی که و پیشمی نخواستیم بفهمیم در مورد چی؟ جخمیه ایلی جخمی با زبانی تاجیکی مقصد. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. در مورد فرقه جهل. از کدام خبینا مثلا شیخ ابو محمد مدنی رو گوش کردم تکفیر میکنم میگه کافر هستن همیو. باشه چشم، در مورد فرقه جهمیه صحبت میکنیم انشالله حتما که جهمیه کیا هستن و چه اعتقاداتی دارن انشالله حتما صحبت خواهیم کرد. صحبت دیگری هم دارید؟ نه استاد. سلامت باشید. سلامت باشید. در مورد جهمیه بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. از افغانستان برادر عزیز بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد عزیز خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید، الله مطالب ستان بکند. استاد ما میخواستیم که در یک مورد با شما حرف بزنم. بفرمایید. همین از تاجیکستان همین رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست آقای کبیری. بله. من میخوام در مورد همین یک برنامه کنیم. شما صحبتی اگر در مورد ایشان دارید بفرمایید. به خاطر من صحبتم در مورد ایشان این است که دعوا میکنه درباره از روی اسلام گپ میزنه و صحبت‌های بسیار میکنن، لیکن تمام ملت تاجیکستان همون بدبخت و استادش عبدالله نوری بردن از همین دانشگاه اسلامی تاجیکستان همه را هم بدبختا شیعه کردن. اولین شخصایی که پای شیعه را در تاجیکستان روی کردن و این مشکلات برای ملت تاجیکستان آمد از روی همین دو خبیث است. درست. میخواستم در مورد همین استاد عزیز یک برنامه کنه. انشاءالله با بعد از برنامه من معلوماتای بیشتر را به شما میرسانم. ما قبلا در این مورد صحبت کردیم، اگر یادتان باشه در برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها ما صحبت‌های مفصل در مورد این داشتیم که چطور شیعه به تاجیکستان به اصطلاح راه پیدا کرد و چطور بعضی از اعضای حزب نهضت که شیعه شده بودن یا سیاسی یا اعتقادی اینها شیعه‌گری رو در تاجیکستان به اصطلاح رواج دادن. در این مورد صحبت کرده بودیم، اما فکر میکنم دیگه به همون اندازه کافی است. بیشتر از این چی میخوایم بگیم؟ به خاطر که اینو استاد از این بدبخت این ملعون شیعه ها به حد سوم زیاد گرفتن از دانشگاه، تمام مردم ها بردن شیعه کردن. این روز این مردم شیعه از این دانشگاه اسلامی قوم به نام اسلامی و بدبخت ها فارغ تحصیل شدن و رفتن در تاجیکستان در تمام مقامات ها کار میکنن و هر قانون و هر بلایی که میآید از روی امینا هست. درست. خیر باشد. الله مطالب ستان کند. انشاءالله در یک فرصت مناسب در این مورد هم صحبت خواهیم کرد انشاءالله. انشاءالله استاد. سلامت باشید. سلامت باشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. حال شما خوبه؟ سلامت باشید، زنده باشید. زنده باشید. استاد ببخشید به شما مزاحم شما میشم. هفته پیش از شما
تفسیر چند آیه از قرآن شریف از شما خواستم. بله. ولی شما فکر کنم سوره رو اشتباه شنیدین. سوره احقاف به من تفسیر کردین. مثلا من از سوره حقا. سوره چی؟ حقا. سوره حقا؟ بعد از سوره نون که میآید. همچین سوره در قرآن کریم نداریم سوره حقا. یک لحظه من مصحف رو باز بکنم اینجا. حقا یک سوره فرقان، نمل، قصص، لقمان. بعد از سوره ملک سوره نون است. بعد از سوره نون میآید حساب. بعد از سوره ملک سوره نون میآید. بعد از سوره نون باز این سوره که من میگم. یک لحظه من الان برای شما این رو پیدا. سوره ملک است. بعد از اون سوره قلم است. بعد از اون الحاقه است. الحاقه مثلا ما الحاقه است ببخشید. آیه چندم سوره الحاقه است؟ 17 تا 20 اگه زحمت میشه. 17 تا 20. چشم الان بازش کردم اینجا. انشالله در این موردم صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما. زنده باشین. دعا کنیم برام. الله مطلع حفظتون کنه. سلام. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. تشکر از شما. الله مطلع حفظتون کند. بفرمایید. استاد من از ترمز هستم، همسایه. ترمز. بفرمایید. همین عقیده اهل سنت و جماعت رو میگفتید و توی اسلامی چخیل میشد، همین ها میگفتید نزدیکی به توی داریم. عقیده اهل سنت و جماعت را اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم برادر گرامی یک برنامه کامل نیاز هست. خب در این مورد کتاب‌های زیادی هست، حتی به زبان تاجیکی هم کتاب‌هایی هست که شما می‌توانید از اونها استفاده بکنید. اگر به واتساپ ما یک پیام بفرستید دوستان انشالله خدمت شما میفرستن به یاری الله سبحانه و تعالی. درباره توی اسلامی چخیل کنیم نزدیکی به توی داریم. باشه چشم. در مورد عروسی اسلامی اینم نوشتم برادر عزیز. انشالله در این موردم صحبت خواهیم کرد. زنده و سلامت باشید. تشکر از شما. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. خدا همیشه سربلند و موفقتون گردونه استاد عزیز. زنده باشید. سلامت باشید برادر عزیز. استاد عزیز من از روسیه زنگ میزنم از مهاجرت. استاد من یک مسئله که من تشویش انداخته است. بله. یک مدتی 4-5 ماه شده است. من یک کمی مبلغ دارم. در نزد خود متاسفانه نگاه داشتن نمیتونم. در بانک نگاه میکنم. دیگر راهی نیست که من اون مبلغ در نزد خود نگاه کنم چون که در مهاجرت مهنتیم. درست. اما بانک وی یک کمی هر ماه یک کمی همچون فایز گویم همچون فایز به من مبلغ میپرتد. در کارت بانکی من مبلغ میپرتاید. من حتی با بانک مراجعت کردم که گفتم مثلا یگان راهش هست که همین فایزی که هر ماه میپرتایم همین ما موثق قطع کنیم. ولی گفتم که چونین امکانیت نیست. همین فایزی که به من روان میکنه من همین با شخصایی که نیازمند به همون شخصا میتیم. اما به هر حال من به من یک کمی همین تشویش یک کمی نمیدونم این همین کار من در نزد خداوند چی یگان کار درست باشد طبق اسلام یا که یگان راه دیگرش است. باشه چشم. سود بانکی که اجباری باشد. چشم. رحمت استاد عزیز. خداوند سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید برادر عزیز. خب سوالاتی که دوستان عزیز مطرح کردن اینها رو پاسخ میدیم و بعد از اون انشالله میریم سراغ مسائلی که دوستان دیگر مطرح میکنن.
ببینید عزیزان، در مورد آیات قرآن کریم، در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی یک سری مسائل رو به شکل مجمل بیان می کند. مثلا اینجا برای شما عزیزان من باز بکنم سوره نور رو که الله سبحانه و تعالی در سوره نور اینجا، دوستان اگر نشون بدن این رو، الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان می کند که از الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما 100 جلده. کسی که زنا می کند، چه مرد باشد و چه زن باشد، اینها رو، هر کدام اینها رو باید 100 شلاق زده شود الی آخر آیه. و بعد از اون در آیه سوم حکم نکاح با مرد زناکار، زن زناکار، اینها رو بیان میکنه. خیلی از مسائلی رو ما در قرآن کریم داریم که مثلا مثل اوقات نماز. اوقات نماز به شکل مشخص که نماز فجر را در چه وقت بخوانیم، نماز ظهر رو در چه وقت بخوانیم، نماز عصر، مغرب، عشا رو در چه وقت بخوانیم، در قرآن کریم ذکر نشده، به شکل مجمل ذکر شده. مثلا قرآن الفجر در قرآن کریم ذکر شده. قرآن الفجر یعنی یک چیزی است که باید تفسیر بشه که قرآن الفجر یعنی چی؟ یعنی چند ساعت قبل از طلوع آفتاب، متصل قبل از طلوع آفتاب. این سوالاتی است که جواب اینها را همیشه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم جستجو میکنیم. یا غسق اللیل در قرآن کریم ذکر شده. غسق اللیل یعنی چی؟ چون در زبان عربی شب رو به قسمت‌های مختلف تقسیم میکنن. اینها رو پاسخش رو همه رو در قرآن کریم داریم، در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، در سنت. یکی از مشکلاتی که امروز، سوالاتی که در ذهن خیلیا و بودن شاید 2-3 هفته قبل یک خواهر عزیز و گرامی هم الله مطالبتشان کنه، خیلی در مورد این موضوع یعنی عمیق سوالات کرده بودن و بحث کرده بودن اینا، که چرا به اصطلاح اینجا یک جا میگه که سنگسار بشه و یک جا میگه که شلاق زده بشه، بعد این حکم کسی که ازدواج کرده باشه و کسی که ازدواج نکرده باشه، اینها رو در سنت چرا جدا میکنن؟ اگر ما بخوایم بر اساس این شبهات همه مسائل دینیمون رو بیان بکنیم، حج، روزه، نماز، زکات، یعنی همه عبادت ها رو برای شبهات ایجاد می شود. چون که همه این عبادت ها به شکل مجمل آمده است در قرآن کریم. چون اگر به شکل مفصل می آمد، به طور مثال شما بیایید در مورد میراث، در مورد حج، در مورد روزه ماه رمضان، در مورد نماز، احکام، شروطش، سنن و مستحبات الی آخری، ما امروز به جای قرآن این یک جلدی که داریم باید 10 جلد قرآن می داشتیم. و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به قول یکی از علما می گفت که یکی اومد گفت که تو همین ریش رو از قرآن برای من ثابت بکن. ضد کرده بود که یالا ریش رو از قرآن کریم برای من ثابت بکن، که در گفت باشه چشم، از قرآن کریم ریش رو برای تو ثابت میکنم. میگه در قرآن کریم گفتم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول، از الله و از رسول اطاعت بکنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اترک اللحى، اعف اللحى، ارخ اللحى، با الفاظ مختلف احادیث روایت شده، احادیث صحیح. قرآن گفته اطیع الله و اطیع الرسول، از الله اطاعت کنید و از رسول اطاعت بکنید. پس اطاعت از رسول امین است که ما به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اوامری که در سنت آمده باید چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم. در جای دیگر میفرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر آنچه که پیامبر برای شما میاره شما رو قبول بکنید و از هر آنچه شما رو نهی میکنه شما باز بگردید یا دوری بکنید.
شاید یکی بگه که خب حالا پیامبر، یعنی ما قرآن رو قبول کنیم، حدیث پیامبر رو قبول بکنیم، حرف پیامبر رو قبول بکنیم. بله، حرف پیامبر ما بدون چون و چرا قبول میکنیم. چرا؟ چون خود الله سبحانه و تعالی پیامبر رو تزکیه کرده است. چی گفته؟ و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحی. پیامبر از هوا و هوس سخن نمیگوید و هر آنچه که پیامبر گفته است وحی از طرف الله سبحانه و تعالی است. دیروز دقیقاً بود با یک از دوستان صحبت میکردم در مورد بعضی از مسائلی که ملحدین مطرح میکنن. گفتم ایمان حقیقی این است که من محمد انصاری اعتقاد بر این داشته باشم که هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند حقیقت است و درست است و شاید حتی چیزی که به نظر من با چشم من صحیح باشد اما در حقیقت این غلط باشد، اشتباه باشد و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن درست باشد. مثال دادم، گفتم مثلا رنگ این لیوان سیاه است. الان شما هم میبینید سیاه هست، من هم میبینم سیاه هست. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیاید و بفرماید که نه خیر این سیاه نیست، این سفید است، من میگویم که صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم راست گفتن. فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح است. چون چشم من رو هیچ کس تزکیه نکرده است. چشم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو الله سبحانه و تعالی از بالای 7 آسمان در سوره نجم تزکیه کرده است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید ما زاغ البصر و ما طغى. چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتباه ندیده، چیز دیگری را ندیده، نه کم دیده نه بیش دیده. هر آنچه که حقیقت بوده آن را دیده است. در مورد قضیه دیدن جبرئیل علیه السلام و گرفتن وحی و این مسائل است این آیات. چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله متعال تزکیه کرده. قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را الله متعال تزکیه کرده. زبانشان را تزکیه کرده. سخنانشان را تزکیه کرده. همین کافی است که و ما ینطق عن الهوى، از هوا و هوس سخن نمیگوید. پس امروز عده‌ای پیدا شدن، بعضیا ملحدین هستن، بعضیا قرآنیون هستن، بعضیا روافض هستن، بعضیا هم مسلمانانی هستن که میخواهند که اسلام رو طبق محیط غربی، حقوق بشر و سازمان ملل و این چیزا برابر بکنن. یعنی بگن که بالا اون دیدگاهی که شما دارید نسبت به اسلام که بالا اسلام دین خشونت هست و اسلام دین فلان است و علان است و اینا، اسلام اونطوری نیست. اسلام یک دین بسیار پیشرفته است. به خاطر همین میان مثلا قتل مرتد رو انکار میکنن، میان جهاد رو انکار میکنن، میان مثلا سنگسار کردن رو انکار میکنن. اینها رو بعضیاشون نه اینکه انکار کلی بکنن، توجیه میکنن به یک شکلی. چرا؟ چون که اسلام بیاد مثل همون جامعه غرب، مثل همونایی که به اصطلاح طرفدار حقوق بشر ساختگی خودشان فلان علان هستن، به اون شکل اسلام بشه و مردم مثل یک طعنه‌ای که وارد میکنن به اسلام به نظر اونها این رو از اسلام دور بکنن. خب در اینجا بعد میان چی میگن؟ که مسئله سنگسار شدن حالا چون در قرآن نیست و در حدیث است و سر حدیث هم عرف و حدیث زیاد هست، امکان داره درست باشه، امکان داره نادرست باشه، به یک شکلی مسئله رو به اصطلاح ماستمالی میکنن که اسلام یک دین متمدن و خوب جلوه بکنه. ببینید دوستان عزیز، اسلام دین متمدن است، اسلام دین الله سبحانه و تعالی است، اسلام دین هر زمان و هر مکان است. نیاز نیست که ما اسلام رو بیایم
زیبا جلوه بدیم. اسلام خودش زیباست. در قضیه زناکار مرد، زناکار زن، آنچه که در قرآن کریم ذکر شده، این آیاتی که ذکر شده در سوره نور آیات 1، 2 و 3، این آیاتی است که به شکل کلی به اصطلاح مجمل این قضیه را آمده بحث کرده و آیات رجم در قرآن کریم بوده و از جمله آیاتی است که منسوخ شده و این در حدیث برای ما ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم. قبل از اینکه در مورد این آیات صحبت بکنیم، این رو باید بگیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما میفرماید که و ما ننسخ من آیه او ننسها، آیاتی رو که ما نسخ کردیم یا تو فراموش کرده شدی. نمیگه که و ما ننسخ من آیه او نسیتها، آیاتی که ما نسخ کردیم یا تو فراموش کردی. میگه آیاتی رو که ما نسخ کردیم و تو فراموش کرده شدی، یعنی این الله سبحانه و تعالی از یادت برده. اون روز داشتم کسی به نام کاوش، یک ملحدی است، داشتم اون رو میدم، از حماقت و جهالتش این بود این آیه رو میاره، بعد میگه که این آیه‌ای که محمد صلی الله علیه و سلم فراموش کرده کدوم آیه بوده؟ اینقدر نمیفهمه این جاهل که این فراموش پیامبر نیست. الله میگه که ما این آیات رو به اصطلاح فراموش کرده شد، یعنی از طرف الله سبحانه و تعالی طوری از ذهن پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته شد که انگار پیامبر که این آیه نازل نشده اصلا، اینطوری به فراموشی سپرده شد توسط فعل الله سبحانه و تعالی. نسخ چند قسم است. یکی نسخی است که هم آیه از قرآن کریم نسخ میشه، یعنی از قرآن پاک میشه، و هم حکمش پاک میشه. و یک نوع نسخ است که حکمش پاک میشه، آیه در قرآن کریم باقی میمانه. یکی است که حکمش میمانه، آیه از قرآن کریم نسخ میشه. اینا همین انواع نسخ است که علما اینو بیان کردن و بعضی دیگه است که حالا وارد تفاصیل نسخ نمیشیم چون موضوع ما نیست. و در مورد آیه رجم هم الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره احزاب بوده که الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما البته، این آیه است که در سوره احزاب بوده، حکمش باقی است اما الله سبحانه و تعالی این رو نسخ کرده. و حدیث صحیح و جالبی است از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که در ابن ماجه این حدیث روایت شده که عبدالله ابن عباس از عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه که لقد خشیت ان یطول بالناس زمان حتی یقول قائل ما اجد الرجم فی کتاب الله. میگه میترسم زمان طولانی بگذره، 1000 سال 1400 سال بگذره، بعد مردم بیان چی بگن که والله ما آیه رجم رو در قرآن پیدا نمی کنیم. فیذلوا بترک الفریضه من فرائض الله، بعد از اون گمراه بشوند به وسیله ترک کردن یکی از فرائض الله سبحانه و تعالی. الا و ان الرجم حق اذا احسن الرجل و قامت البینه او کان حمل او اعتراف. رجم حق است در صورتی که مرد محسن باشه، یعنی ازدواج کرده باشه، دلیل باشه، 4 تا شاهد باشه یا اعتراف باشه. ولقد قرأت الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما البته رجم رسول الله صلی الله علیه و سلم و رجمنا بعده. رسول الله صلی الله علیه و سلم رجم کردن، یعنی سنگسار کردن، و ما هم بعد از ایشان سنگسار کردیم. این دلیل قوی هست که حکم رجم هست، اما آیهش در قرآن کریم چی شده؟ نسخ شده. چرا همچین یک به اصطلاح امروزی یک زجر کش کردن، یک وحشیانه کشتن، امروز میگن نه این چیزها رو، چرا
همچین چیزی در قرآن کریم هست یا در دین مبین؟ به چه شکلی میکشن؟ چرا اینقدر زجر کش میکنن؟ چرا این گونه باید باشه؟ چرا در اسلام همچین چیزی وجود داره؟ ببینید، اولا من این یک آیه ای رو خدمت شما میخوام نشون بدم. این آیه رو اینجا برای شما میارم تا این آیه خیلی مهم است. اولا ازدواج چرا بر زن و مرد شوهردار سنگسار است؟ اولا ازدواج یکی از مهمترین پیمانهایی که در قرآن کریم هیچ پیمانی رو به این عنوان ذکر نکردن. دوستان عزیز اگر این رو نشون بدن و کیف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم میثاقا غلیظا. میثاقا غلیظا یعنی پیمان محکم و استوار که یک مردی با یک زنی پیمان عقد نکاح رو میبنده که الله متعال از این پیمان محکم و استوار یاد کرده. یک پیمان عادی نیست و خیانت به همسر، چه از طرف مرد باشه چه از طرف زن باشه، یک گناه خیلی بزرگ است و عواقب خیلی بد و وخیمی در جامعه داره. طرف امروز در اروپا آمریکا میره زنا میکنه، بعد میاد با همسرش همبستر میشه، از اون فاحشه به اصطلاح ویروس ایدز رو به همسرش منتقل میکنه، از همسرش به فرزندانش منتقل میشه. خانواده ها، جامعه، یا زنی میره با مرد بیگانه زنا میکنه، ویروس ایدز رو میاره به همسرش منتقل میکنه، یا همسرش میره با کسی دیگه زنا میکنه. همینطور جامعه ببینید همه مبتلا به امراض جنسی هستن که بدتر از ایدزش هم هست. امروز غرب و کشورهایی که فحشا فساد در اون زیاد است گرفتار این هستن. پس همچین پیمان محکم و استواری اگر بشکند، جزای همچین عملی باید جزای سهمگین باشد، جزای سخت باشد. مثل اینکه امروز میشه گفت در 99% کشورهای دنیا جزای خیانت ملی اعدام است. کسی خیانت ملی بکنه جزاش اعدام است. و کسی که در زندگی زناشویی خیانت میکنه که بالاتر است حتی از خیانت به وطن، ضررش در جامعه خیلی بیشتر است، باید همچین یک جزایی داشته باشد. تا اینجا هم هنوز بعضیا متقاعد نشدن. والله خیلی یعنی به که روش زشتی هست که اونجا بگیرن با سنگ بزنن مردم بکشن تا آخرش. بیاید نکات جالبی رو برای شما بگم. اسلام نگفته که هر کس رو دیدی که مثلا زنا کرده بود، زندار بود یا شوهردار بود، بگیر ببر سنگسارش بکن. همچین چیزی نیست. شروط خیلی سختی برای این مسئله قرار داده شده است. شروط سخت چی است؟ کسی آمد گفت که فلان با فلان زنا کرده و طرف زندار است یا شوهردار است. میبرن پیش قاضی. قاضی میگه که آیا شاهد هست برای این کار؟ والا میگن مثلا احمد یا محمود یا علی یا مقصود دیده این کارو، بیارش اینجا. علی جان تو که این شهادت میدی برای اینا، شاهد دیگری همراه خودت داری؟ میگه نه من تنها خودم دیدم. خوبه. اون زن و شوهر رو میگن شما برید این علی رو پدرش رو در میارن، 80 ضربه شلاق بهش میزنن. چرا؟ این تهمت محسوب میشه. ولو این که اون دوتا زنا کرده باشن، اصلا زنا کردن این آمده دیده، میاد پیش قاضی میگه جناب حضرت والله بالله تالله من دیدم، میگه ببرید 80 ضربه شلاق بزنید. چرا؟ چون که وقتی رجم صورت میگیره یا شلاق زده میشه که 4 تا شاهد بیاره. اون شاهده هم شروطش، هر شاهدم هر کسی نمیتونه شهادت بده، شاهد عدل باید باشه و عدالت شاهد این خودش یک بحث جداگانه است در اسلام. در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه 4 نفر اومدن شهادت دادن که فلان با فلان زنا کرد، ما هر 4مون دیدیم.
بعد این نیست که قاضی بیاد اونجا بگه شما دیدید زنا میکرد؟ بله دیدیم، یالا ببرید اینو سنگسار بکنید. آوردن این 4 نفر شاهد رو. حضرت عمر از اولی پرسید تو دیدی؟ گفت بله دیدم. دیدی که اینها داشتن، حتی با عرض معذرت از دوستان عزیز بینندگان گرامی، که حالت تناسلی اینها وارد هم دیگر شده بود؟ گفت بله دیدم. از دومی پرسید فلانی آیا تو دیدی که اینا داشتن زنا میکردن با همین وضعیت؟ گفت بله دیدم یا امیرالمومنین. سومی آمد دیدی؟ گفت بله دیدم. همه چیزو با کامل با تفاصیلش دیدی؟ گفت دیدم. نفر چهارمی شاید به کمی دیر رسیده بود دیگه. اینو پرسیدن که امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فلانی تو دیدی که داشتن زنا میکردن؟ گفت بله دیدم یا امیرالمومنین. فرمودن دیدی که مثال آوردن مثل این که چوب سرمه‌دانی رو در سرمه‌دانی داخل میکنن خانم‌ها برای سرمه کردن، این گونه داشتن زنا میکردن؟ گفت امیرالمومنین این با اینطوری ندیدم، اما دیدم که یعنی تا ما رو دیدن بلند شدن. ببرید در 4شون رو هر کدومشون رو 80 ضربه شلاق بزنید. ببینید دوستان عزیز، درست است که سنگسار کردن یک به اصطلاح عقوبت خیلی شدید است. حجم عقوبت باید به اندازه حجم گناه باشد. شکستن پیمان محکم با استوار باید همچین یک عقوبتی داشته باشد که کسی این کار رو نکند. اینجا تنها مصلحت یک مرد مطرح نیست، مصلحت یک زن مطرح است، مصلحت فرزندانشون مطرح است، مصلحت نسبشون نوه و به اصطلاح نسلشون مطرح است، مصلحت جامعه مطرح است. پس همچین یک گناه بزرگی باید یک عقوبت بزرگی هم داشته باشد. اما برای همین گناه بزرگ و عقوبت بزرگ شرایط سختی هم قرار دادن. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا جایی که من سیرت رو مطالعه کردم 2 مورد سنگسار صورت گرفته. هر 2 مورد هم اعتراف بوده. طرف میاد اعتراف میکنه یا رسول الله منو پاک بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکنن؟ رویشون رو برمیگردونن که میگن دیوونه هستین؟ میگن نه آدم عاقلیه. یا رسول الله منو پاک بکن. چیکار کردی؟ میگن 3 بار رویشون رو برمیگردونن. یعنی چی؟ یعنی برو، مادامی که خدا ستر کرده، کسی ندیده، شاهدی نیست، شکایت نکرده کسی، برو توبه کن، برو. اصرار کرد یا رسول الله منو پاک بکن. رسول الله فرمودن که حامل هستی؟ گفت بله یا رسول الله. گفتم برو هر وقت فرزندت به دنیا اومد بیا. یعنی چی؟ یعنی برو دیگه نیا. یعنی برو فرزندت به دنیا اومد، توبه کن، ستر کن، خدا ستر کرده، برو دیگه. اومد بعد از 9 ماه کودکش در بغلش. گفت یا رسول الله منو پاک بکن، کودکم به دنیا اومد. گفت که برو اینو شیر بده. 2 سال. یعنی چی؟ یعنی برو دیگه اینو شیر بده، توبه کن، دیگه از این کارا نکن، دیگه هم نیا پیش من. 2 سال گذشت و در حالی این زن آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که کودکش در دستش یک پارچه نان بود، داشت نان میخورد. گفت یا رسول الله منو پاک بکنید. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن و سنگسار شد. میگم تا جایی که من مطالعه کردم سیرت رو، ما کسانی اومده باشند شاهدی داده باشند کسی سنگسار شده باشه صورت نگرفته. 2 مورد است فکر کنم در سیرت در سنت ذکر شده که هر 2 مورد هم اعتراف است. حالا موارد دیگری باشه دوستان تذکر بدن به من. در زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر سنگساری صورت گرفته به اعتراف بوده. هیچ وقت امکان نداره که 2 نفر زنا بکنن 4 تا شاهد، اونم با همه این تفاصیلی که با عرض معذرت ذکر کردم به خاطر اینکه موضوع روشن بشه، کسی رو بتونن در حالت زنا دستگیر بکنن. اما اینکه در بعضی از حکومت‌ها، در بعضی از کشورها
بدون دیدن وجه شرعی میان زنا میکنن در بعضی روستاها، مثلا بعضی جا، بعضی فیلم ها، کلیپ ها باز دیده باشید، یا در زمان امارت اول یک موردی فکر کنم بود که فیلمش نشر شده بود. اینها اولا الله اعلم آیا این شروط شرعی رو همه در نظر گرفتن؟ 4 نفر با همه تفاصیل این مسئله رو دیدن که این امکان پذیر نیست. این فقط یک نوع به اصطلاح عقوبت خیلی شدیدی برای یک گناه خیلی بزرگی در نظر گرفته شده است که طبق شرایطی که گذاشته شده است مستحیل است، یعنی غیر ممکن هست که این شرایط رو کسی بتونه، الا اینکه یعنی نمیدونم اتفاق بیفته که 4 نفر بتونن دقیق این رو شهادت بدن. به خاطر همین در محاکم اسلامی از 1400 سال به این طرف اکثر موارد سنگساری که صورت گرفته همه با اعتراف بوده. الان طرف اومده اعتراف کرده که من این کارو کردم و من این جزایی رو که الله برای من تعیین کرده من این رو میخوام. یکی یک روز بحث میکرد این که دیگه ظلم است، جان یک انسان رو گرفتن اینطوری. الان در خیلی از کشورهای اروپایی به نام موت رحیم یا مرگ رحیم به اصطلاح یک قانونی وجود داره. طرف میره میگه که گرفتار یک بیماری است، صعب العلاج است، لا علاج است، میگه منو بکشید، میبرن یک آمپولی بهش میدن، طرف میمیره. بابا جان این طرف اومده میگه که من به این قرآن ایمان دارم، به این آیه ایمان دارم، بیایید منو پاک بکنید، بیایید منو سنگسار بکنید. اما اینکه امروز در کشورهای اسلامی یا در یک جامعه اسلامی یا در نقطه دور افتاده ای از عالم اسلامی یک حکم الله سبحانه و تعالی بدون در نظر داشتن احکام و شروطش اجرا میشه، این گناه اسلام نیست. مثل این کسی که میره مثلا نماز قرتکی میخونه، رکوع سجدهش معلوم نیست، گناه اسلام نیست، گناه نماز نیست، این عبادت رو اینطوری داره انجام میده. یا روزه گرفتن یا حج کردن یا خیلی از عبادت هایی که مردم انجام میدن. پس این آیه در قرآن بوده، جز آیات منسوخ است و الله سبحانه و تعالی این رو به خاطر حکمتی این عقوبت را قرار داده، در مقابل یک گناه عظیم شروط سختی براش قرار داده که این شروط رو همونطوری که گفتم یعنی 1 در میلیون امکان نداره که این به اصطلاح شروط رو در یک قضیه سنگسار کردن بتونه یک محکمه اسلامی اینها رو جمع‌آوری بکنه و حکم صادر بکنه. به خاطر همین این قضیه خیلی چیزی است، امکان پذیر نیست. در مورد کرکت پرسیده بودن دوست عزیزی که آیا خوشحالی کردن، جشن گرفتن به خاطر کرکت و به خاطر اینها جایز است شرعاً یا جایز نیست؟ ببینید مسابقاتی که در او برد و باخت بر اساس پول و قمار و این چیزا نباشه جایز است، هیچ اشکالی نداره. ورزش هایی که در او قوت بدنی به اصطلاح صحتمندی، تندرستی برای انسان ایجاد میکنه، مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال، کرکت، شنا، تیراندازی، اسب سواری، هیچ اشکالی نداره. با ضوابط و شروطش از نگاه طرز لباس پوشیدنش گرفته تا مسائل برد و باخت و پول و این چیزا نباشه، همه اینها جایز است، هیچ اشکالی نداره. خوشحالی کردن در اینکه تیم یک کشوری برنده بشه در مقابل یک تیم دیگری هیچ اشکالی نداره، البته در حدی باشه که در حد اعتدال، هرچی از حد بگذرد رسوا شود. یعنی ما بیایم به خاطر خوشحالی کرکت راه ها رو ببندیم، شلیک هوایی بکنیم، مرمی رو ضایع بکنیم، مردم رو اذیت بکنیم. به قول امروز داشتم با یک دوستان صحبت میکردم از خویشاوندان، میگفت که نیمه شب خلاصه یک بعضی شد در کابل که ما فکر کردیم دوباره جنگ شروع شده. یهو خبر دادن که نخیر، مردم به اصطلاح آتش بازی راه انداختن به خاطر کرکت. یعنی اذیت یک مسلمان جایز نیست، حرام است. انسان نباید مثلا کارایی بکنه که
بله خوشحال شدن، جشن گرفتن، هیچ مشکلی نیست، اما اذیت کردن مردم، بستن راه ها، اینا گناه هست، اینا ضایع کردن حق دیگران است. اون نیمه شب که تو میای با آتش بازی اینها مردم را اذیت میکنی، این گناه هست. اگر 1 میلیون نفر رو از خواب بیدار کرده باشی، گناه 1 میلیون نفر در گردنت است. اما برای این ورزش ها انسان خوشحالی بکنه، چیز بکنه، هیچ اشکالی نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسابقات شرکت میکردن، صحابه با هم دیگه شرکت میکردن. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از غزوات با ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مسابقه دوش، یا دو میدانی میگن یا دوش میگن، دو میگن، مسابقه دادن. در اولین مسابقه حضرت عایشه برد، از پیامبر صلی الله علیه و سلم جلو زد. بعد از چند سال دوباره در یک از غزوات بود، در یک دشتی، پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه گفتن چطور بیاید یک مسابقه دیگه بزنیم. مسابقه کرد، این دفعه رسول الله صلی الله علیه و سلم بردن و این حدیث هم حضرت عایشه روایت میکنن و میگن که در مسابقه دوم من یک کمی وزن گرفته بودم، چاق شده بودم، به خاطر همون پیامبر صلی الله علیه و سلم بردن. یکی از آخوندهایش اینو مسخره میکرد که ببین که عجب، لیکن پیامبر ما پیامبر انسانیت بودن. یعنی این نشان میده که بین یک زن و شوهر چقدر محبت باید باشه، چقدر صمیمیت باشه. گاهی با هم دیگه مسابقه بدن، شوخی بکنن، مزاح بکنن، خوشحال بشن. حضرت عایشه که مسابقه اول بود طبعا خوشحال شد، جشن گرفت. به هر صورت یعنی این در حد اعتدالش هیچ مشکلی نیست و جایز است. چه بازی کرکت یکی از ورزش‌هایی است که اتفاقا من از جمله ورزش‌هایی است که اول فوتبال رو خیلی دوست دارم، یعنی شنا رو دوست دارم و کرکت رو هم بازی کردم دوست دارم، چون که دویدن هست، یک ورزش هست، حرکت هست توش، برعکس بعضی از بازی‌هایی که حرکت چندانی نداره، فایده جسمی به انسان نداره. کرکت از جمله بازی‌هایی است که هم هیجانی است، هم در او ورزش‌های مختلف جمع شده. دوست عزیزی در مورد فرقه جهمیه پرسیده بودن که فرقه جهمیه چه فرقه‌ای هست. فرقه جهمیه منسوب است به کسی به نام جهم ابن صفوان الترمذی. خب یک از فرقه های اسلامی است که در بین به اصطلاح مسلمان ها ایجاد شده. این که هر کسی که همین اعتقادات رو داشته باشه بدون برو برگشت تکفیر کردن، این اشتباه است. این کاری است که به اصطلاح تکفیری ها انجام میدن که بدون به اصطلاح تبیین، بدون هیچ در نظر گرفتن مسائلی تکفیر میکنن. جهمیا یکی از اعتقاداتشان نفی صفات و تعطیل صفات الله سبحانه و تعالی است. یعنی صفات الله سبحانه و تعالی رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن یا تعطیل میکنن صفات الله سبحانه و تعالی رو. بعد از اون میگن که این اعتقاد رو جهم ابن صفوان از جعد ابن درهم گرفته و همینطوری بین اینها به اصطلاح چیز شده. و اینها در مورد الله سبحانه و تعالی حرفایی میزنن که مثلا اینکه الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام رو خلیل خودش گرفته باشه، این رو انکار میکنن. اینکه الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام صحبت کرده باشه، این رو انکار میکنن. و خیلی از یعنی عقاید عجیب و غریب دارن. اما تکفیر به جمله جهمیه و قدریه و مرجعه و اینها جایز نیست، چون ببینید اینها تأویل کردن خیلی از مسائل شریعت رو بر اساس جهلشون تأویل کردن و کسی که تأویل بکنه بر اساس جهل، این انسان رو، حالا باز برمیگردیم به اون قضیه عذر به جهل و افرادی که انجام داد ابو محمد مدنی و بعضی از چیزش دوستانش، که علما، جمهور علمای اهل سنت عذر به جهل قائل هستن. یعنی کسی که در مورد مسائلی اطلاع نداشته باشه، تعویل کرده باشه، باید باش بنشینی، حقیقت دین و شریعت رو براش بیان بکنی. اگر توبه نکرد و اگر که به اصطلاح هنوزم اصرار کرد،
بعد از اون حکمش رو محکمه اسلامی صادر میکنه. اما شاید اینجا یکی از مسائلی که خیلی مهم هست دوستان عزیز بدانند که جهمیه و قدریه و جبریه و مرجعه و همین فرقه هایی که یک نوع فرقه های کلامی محسوب می شوند در بین اهل سنت، اینها چطور به وجود آمدن؟ دلیل به وجود آمدن اینها چی بود؟ دلیل این بود که بعد از فتوحات اسلامی، فتح بلاد فارس و عراق و شام و کشورهای دیگر مانند هند و تا حدود چین و بعضی کشورها، فلسفه و علم کلام و منطق و اینها وارد جامعه اسلامی شد. بعد علمای مسلمان اومدن به خاطر جواب دادن شبهات اینها، خواستن با همون روشی که اونها دارن از فلسفه و منطق و کلام اینها رو جواب بدن و این رو داخل کردن در دین. مثلا شنیده باشید میگن ما دو نوع فیلسوف داریم، یکی فیلسوف های ملحد هستن، یکی فیلسوف های مؤمن هستن، یکی بعضی ها فیلسوف های مسلمان هستن. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مثلا در رد شبهات جهمیه کتاب داره، در رد شبهات روافض کتاب داره و بیشتر از اسلوب فلسفی خود اونها بر علیه خود اونها استفاده میکنه، گرچه که خودشون اعتقادی به فلسفه نداره، اما همون روش فلسفی اونها رو بر علیه خودشون استفاده میکنه، هم در رد بر شیعه، هم در رد به جهمیه و بقیه. این که وارد دین شد طبیعتا دیگه جلوش گرفته نشد، وارد اسلام که شد، وارد جوامع اسلامی که شد، منتشر شد و وقتی که منتشر شد بعد از اون همین مسائل فلسفی در بین امتها گسترش پیدا کرد. بعد این فرقه های کلامی ایجاد شد که به طور مثال در مورد ذات الله سبحانه و تعالی خدا واجب الوجود است، ممکن الوجود است، اگر واجب الوجود باشه چطوری میشه، اگر ممکن الوجود باشه چطور میشه. بعد میرن مسائل فلسفی رو در این مورد بیان میکنن و یکی از ویژگی های فلسفه این است که شما 1000 صفحه کتاب رو میخوانید در فلسفه، صفحه آخر که رسیدید علم شما به اندازه همونی است که در صفحه اول بود، یعنی هیچ جواب قانع کننده‌ای برای خودتان پیدا نمی کنید، بلکه شما رو میبره به کوچه ها و پس کوچه ها و راه های بالا پایین، کوه ها و دره ها و غارها، بعد از اون دوباره برمیگردانه به همون مکان اول، هیچ جواب قانع کننده‌ای به شما نمیده. این یکی از مشکلاتی است که متاسفانه هست و جهمیه همین گروه هستند، صفات الله سبحانه و تعالی رو انکار میکنن و همچنین یکی از اعتقادات دیگر اونها این است که ایمان فقط معرفت الله سبحانه و تعالی است، یعنی فقط این که الله سبحانه و تعالی رو بشناسی ایمان همین است، فقط لا غیر. و کفر در نزد اونها معنیش این است که فقط الله رو نشناسی، الله رو نشناسی کافر هستی، الله رو بشناسی مسلمان هستی. عمل اینا هیچ تأثیری در ایمان انسان نداره، در حالی که اعتقاد اهل سنت این است که ما ایمان به قلب داریم و به زبان اقرار میکنیم و با عمل کردن ثابت میکنیم. این عقیده اهل سنت و جماعت در رابطه با این موضوع هست. در رابطه با عروسی اسلامی دوست عزیز پرسیده بودن. ببینید عروسی اسلامی و عروسی غیر اسلامی نداریم. ما عروسی‌های ما باید خالی از منکرات باشد و طبق دستور الله و رسولش باشد. اولا همه مسائلی که در مورد عروسی است رو ما باید از شروع این رو در نظر بگیریم و از اول باید این مسائل رو، این معیارها رو در نظر داشته باشیم. از اول اگر ما شروع بکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اذا آتاکم من ترضون عن دینه و خلقه فزوجوه. کسی اگر آمد و شما از دینش و اخلاقش خوشتان آمد. اینجا یک نکته خیلی باریک است، من خدمت شما عزیزان بیان میکنم. بعضی از خواهران گرامی ما از این حدیث فهمیدن که هر ملایی، هر دعوتگری، هر انسان رسانه‌ای آمد مثلا قیافه خوب داشت، زبان خوب داشت، عالم دین بود، خلاص من باید با این ازدواج بکنم که این مستقیم منو به جنت میبره. اینطوری نیست.
من اتفاقا یک برنامه که بارها تصمیم گرفتم که اجرا بکنم که عنوانش باشه خواهر گرامی فریب عمامه و عبا و قبا و ریش را نخور. امروز خیلی از خواهران ما چون دعوتگران ما علمای ما این احادیث رو یعنی با شرح کامل به مردم نفهماندن، گفتن که من ترضون عن دینی و خلقی فزوجوه، هر کسی که دیدید دیندار و خوش اخلاق بود به او دخترتان را بدهید. نه اینطوری نیست. این حدیث رو دقت بکنید. این حدیث، تفسیر این حدیث، ترجمه دقیق حدیث رو من برای شما بیان میکنم. بعد این خواهر مسلمان ما میاد یک دعوتگری رو در یک تلویزیونی میبینه، در یک جایی میبینه، بعد یا تماس میگیرن در یک گروه واتساپ جایی، سوال میکنه اول، بعد از اون خوشش میاد، بعد از اون خلاصه به مسیج بازی اینها میرسه، وایسایسته خواستگاری میشه و بعد از اون یعنی خواهرانی بودن که من خودم شاهد بودم میگه کافی است که فلانی با من ازدواج بکنه، فقط همین که ایشون همسر من باشه من هیچی نمیخوام. نه این زندگی نیست، این حیات نیست، این ازدواج نیست. این احساساتی نشوید در مسائل ازدواج، از عاطفه کار نگیرید. اکثر خواهران ما که فریب میخورن دلیلش این است که زنها طبیعتاً به مسائل به دید عاطفه میبینن، به دید احساسات میبینن، برعکس مردها که به مسائل خاصن به ازدواج و به این مسائل به دید چی میبینن؟ عقلانی تر میبینن. به طور مثال وقتی که ولو که شیخ الاسلام باشه، وقتی که یک زنی یک دختر جوانی با این تماس میگیره، اولین چیزی که در ذهن این خطور میکنه میگه چی میشد اگر این همسر من میبود، یا چه بشه اگر من با این ازدواج بکنم. این عیب در یک عالم دینی یا دعوتگر نیست، این طبیعت مرد است. ما داریم از مرد و زن صحبت میکنیم. این مرد و زن ولو پیامبر باشه، صحابی باشه، تابعی باشه، شیخ الاسلام باشه، امام مذهب باشه یا یک مسلمان عادی باشه، مرد است. زین للناس حب الشهوات، ما زینت بخشیدیم در وجود انسانها شهوات رو، شهوت مرد نسبت به زن، شهوت زن نسبت به مرد الی آخره. اینو خداوند در وجود یک مرد امروز شیخ الاسلام عالم دینی بیاد بگه من وقتی یک زنی رو ببینم هیچ تأثیری در من نمیکنه، پس تو مرد نیستی. اینو خداوند در وجود مرد قرار داده. اما ایمان انسان رو کنترل میکنه، تقوا انسان رو کنترل میکنه. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی میگه که و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان مؤمن بگو چشمانشان رو بپوشانن، نه اینکه کور برن راه برن، نه، یعنی چشمتون رو برگردانید از نامحرم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و بگو به زنان مؤمن که چشمان خودتون رو از نامحرم نگه دارید. پس چی میشه؟ اینا با همین مرد در اولین نگاه همیشه به چی فکر میکنه؟ به شهوت فکر میکنه، به اصطلاح این فکر میکنه که ازدواج بکنه، به فکر میکنه که مثلا با این زن همبستر بشه، و این واقعیت است. یعنی نباید این چیزا رو انکار کرد. زن همیشه چی فکر میکنه؟ یک دختر چی فکر میکنه؟ به عشق فکر میکنه، به محبت فکر میکنه، به وفا فکر میکنه، به تدین فکر میکنه، به اخلاق فکر میکنه. این مسائل معنویات بیشتر برای زنها مهم هست. به خاطر همین ببینید مردان صاحب منصب، صاحب خلق، صاحب پول، صاحب جایگاه در جامعه بیشترین خواستگاران را از طرف زنها می داشته باشن، چون همیشه زنها به این مسائل به شکل عاطفی نگاه میکنن و مردها به شکل عقلانی نگاه میکنن. هدف زن این است که با او زندگی بکنه، به اصطلاح به آرامش برسه. هدف مرد اینه چطور شهوت خودش رو در اونجا به اصطلاح ارضا بکنه. به خاطر همین خواهران ما فریب نخورن. مرد است، شیخ الاسلام باشه، یک مسلمان عادی باشه، امام مسجد باشه یا صحابی و تابعی باشه، همه اینها شهوت دارن، همه اینها نگاهشون به جنس مخالف آن نگاهی است که الله سبحانه و تعالی در وجود یک مرد قرار داده. زین للناس حب الشهوات. کافی است همین آیت که در وجود انسانها شهوت رو الله سبحانه و تعالی زینت بخشیده. شهوت به زن، شهوت به مال، شهوت به منصب. این همه جنگ ها و خونریزی ها به خاطر چی است؟ به خاطر رسیدن به قدرت. بعد از اینکه به قدرت رسید چی به دست بیاره؟ مال. بعد از اینکه قدرت و مال به دست آورد چی کنه؟ شهوتش رو ارضا بکنه. کل این درگیری های دنیا سر همین مسائل است. پس الله سبحانه و تعالی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا آتاکم من ترضون،
عن دینی و خلقی، یعنی کسی که بیاید خواستگاری بکند و شما از دین و اخلاق او راضی باشید. خیلی نکته باریک است در این حدیث. نگفته که من آتاکم ذات دین و ذات الخلق فزوجو، کسی که دندار و خوش اخلاق آمد دخترتان را بهش بدهید. نه، میگه من ترضون عن دینه و خلقه، یا من ترضون عن خلقه و دینه، کسی که از دین و خلقش شما راضی باشید. مثلا یک انسان دیندار اومد و اتفاقی که افتاده، آمد از یک دختری خواستگاری کرد، دخترم دید که تا شیخ فلان ابن فلان است، گفت آمنا سلمنا، تمام شد دیگه، من دیگه الان مستقیم بدون واسطه وارد بهشت میشم. هم خوش اخلاق و هم دیندار، شیخ امام مسجد، قاری قرآن، ازدواج کرد. بعد از ازدواج 1 سال بعد طلاق گرفت، گفت زندگی من در 1 سال تبدیل به جهنم شد. چرا؟ بخیل بود. چطور؟ والله 10 روپیه میداد 10 بار حساب میگرفت. زندگی اصلا امکان نداشت با این شخص. پس آمادگی برای یک عروسی اسلامی از خواستگاری شروع میشه که کسی که از دین و خلق شما راضی باشید، نه اینکه آدم دیندار و خوش اخلاق باشه، از دین و اخلاق شما راضی باشید. شاید یک آدم بسیار دیندار است اما مثلا سفر رو دوست داره، زنشو میذاره مثلا در سال 6 ماه سفر است. یکی از خواهرها تماس گرفته بود، میگفت که شما نصیحت بکنید این شوهر دعوتگر و دیندار من رو که حتی میگه وقت خداحافظی کردن همونطوری که در برنامه تلویزیونی صحبت میکنه، خب بینندگان عزیز و گرامی تا فرصت دیگر که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، الله یار و نگهدارتون. دم در اینطوری با من خداحافظی میکنه، از بس که هوا عوضش و فکرش و همه چیزش دعوت است. دم در خب همسر گرامی تا دیدار بعد که بعد از این که از این سفر دعوتی برگشتم شما رو به الله بزرگوار میسپارم. میگه زندگی نمیشه. نه، این زن برای این با تو ازدواج کرده که تو باش خونه بسازی، کانون گرم زندگی داشته باشید. پس از اینجا شروع میشه. و بعد از اون سوالی بود که یک بیننده عزیز دیگری هم پرسیده بود که آیا مسائل قوم و نژاد و این چیزا مطرح است؟ بله، این چیزا مطرح است در ازدواج. مثلا من یک ازبک خواستگاری کرده، من از فلان قوم هستم، پدرم میگه ما با ازبک ها وصلت نمی کنیم. یا یک ازبک خواستگاری بکنه به یک پشتونی، بعد مثلا این ازبک ما به پشتون ها ببینید این مسائلی است که شاید مصلحت رو پدر و مادر و خانواده اینا، ما مسئله قوم پرستی و نژاد پرستی رو ابداً مطرح نیست در اینجا. اما مسئله ازدواج تنها زندگی یک مرد و یک زن نیست، 2 خانواده به هم دیگه قوم و خویش میشن، به اصطلاح با هم دیگه رفت آمد میکنن و گاهی اوقات این اختلافات فرهنگی و اختلافاتی که وجود داره در جامعه که ما مجبور هستیم این وجود داره، نمیتونیم انکارش بکنیم، شاید سبب ایجاد مشکلات در خانواده بشه و بر اندازی که مردم شهری میشن و با فرهنگ و تمدن میشن این مشکلات کمرنگتر میشه. اما هنوزم در جوامع سنتی این مشکل وجود داره. اصل دین است، خلق است و بعد از اون اصل و نسب خیلی مهم است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث صحیح میفرمایند که به خاطر 4 چیز مردم ازدواج میکنن: لجمالها، لمالها، لحسبها، و به خاطر مالش، به خاطر زیباییش، به خاطر به اصطلاح اصل و نسبش. بعد میگه فظفر به ذات دین تربت یدک، یعنی خدا تو رو خوشبخت بکنه، یعنی خدا تو رو سعادتمند بکنه، سعی بکن با دیندار ازدواج بکنی. ذکر اون مسائل به خاطر این است که ازدواج امکان داره با در نظر داشته اون مسائل هم باشه. طرف میگه بله من زن دیندار میخوام اما زیبا هم باشه، فقیرم نباشه که مثلا هر روز با عذاب بشم، مثلا با خانوادهش و با فقر اونا سر و کله بزنم.
این مسئله در نظر این به این معنی نیست که با یک دختر فقیر ازدواج نکنید. آدمی که این اتفاق نظر باشه، این مسائل باشه، اشکالی نداره. مسئله رویت شرعی خیلی مهم هست که رویت شرعی صورت بگیره، زن و شوهر هم دیگر رو ببینن، دختر و پسر هم دیگر رو ببینن، از هم دیگه خوششون بیاد، صحبت‌هایی در مورد زندگیشون و آیندهشون داشته باشن، با هم دیگه بکنن. در حضور یک محرم میتونن، حتی یک کودکی، یک طفل، یعنی از طرفین یکی باشه، دخترکی پسرکی کوچولویی باشه، مثلا در خانه باش، با اینها بشینن با هم دیگه صحبت بکنن در مسائل زندگیشون، اشکالی نداره. بلکه این نیاز هست، ضرورت هست در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، در این عصر سوشال میدیا فلان اینها. بعد از در نظر گرفتن همه این مسائل، مسئله مهر، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که به اصطلاح خوشبخت‌ترین زن و شوهر اون زن و شوهری هستن که مهر زن مناسب باشه، یعنی زیاد نباشه. هیچ کس حق نداره که مهر یک دختری رو تعیین بکنه غیر از خودش. هیچ کس حق نداره که مهر یک دختری رو بگیره غیر از خودش. و این دختر این مهری رو که تعیین میکنه باید خودش بگیره و حق اون است که اون استفاده بکنه، نه اینکه پدرش بگیره، مادرش بگیره، الا به رضای خودش که این رو پرداخت بکنه. این مسئله مهر. بعد از اون در مسئله ازدواج مهمترین نقطه‌ای که به اون باید اشاره کرد این است که در مراسم ازدواج اختلاط نباشه، یعنی مرد و زن با همدیگه قاطی نباشن. دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش این است که خیلی از ازدواج‌ها در همان شب اول منجر به شکست شده. دلیلش همین بوده که داماد در اون مجلسی که زنها دخترها با کامل آرایششون حاضر شدن، خواهر عروس رو دیده، به اصطلاح یک قوم خویش عروس رو دیده یا یک دختر دیگری رو دیده یا که قوم خویششون دخترش رو دیده، پشیمون شده که چرا با این ازدواج کردم، ای کاش اونو خواستگاری میکردم. غیر از این مسئله ای که اختلاط اصلا شرعاً جایز نیست که زن و مرد در یک جا، اونم با کامل زینت، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الی آخره، یعنی که در آیه الله سبحانه و تعالی صریحاً میگه زینتشون رو زنها آشکار نکنن مگر در پیش برادر و پدر و عمو و دایی و فرزندانی که کودکانی که هنوز به بالغ سن بلوغ نرسیده باشن و مردهایی که دیگه میلی به زنها نداشته باشن، یعنی پیرمردای فرتود. با کامل زینت، با آرایش، با اون لباسهای عجق وجقی که در عروسی‌ها میپوشن، در اونجا بیان و زن و مرد با هم قاطی باشن، این جایز نیست. استفاده از موسیقی در عروسی‌ها جایز نیست. میشه جانشین کرد با سرودهای اسلامی که مخصوص ازدواجات، نه اینکه سرودهای بزن بکش جهاد کن صدای گلوله و توپ و تفنگ باشه. نه امروز پر است در اینترنت عروسی اسلامی بنویسید، به اصطلاح آهنگ ها، ترانه های اسلامی هست برای عروسی، میتوانید از اون استفاده بکنید. و آوردن شراب و بعضی از بازی هایی که به اصطلاح قمار بازی هایی که صورت میگیره در عروسی ها، اینها جایز نیست. تا ناوقت های شب که از نماز صبح مردم بمانن دیر کردن جایز نیست. بعضی بگه بابا مولا یک شب عروسی داریم شما میزنید اون رو که موسیقی نباشه و رقص نباشه و نمیدونم فلان نباشه، پس چی شده عروسی که نشدیم؟ من به یک از دوستان گفتم ببین آیا ازدواج کردن عبادت هست یا نیست؟ گفت والله نمیدونم. گفتم عبادت هست. الله سبحانه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، الله سبحانه و تعالی میگه که ازدواج کردن از نشانهای الله سبحانه و تعالی است، نشانهای قدرت او است، ما رو تشویق کرده به ازدواج کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است. نکاح ازدواج کردن فرموده الله هست، سنت پیامبر هست، پس عبادت شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید فی بضع احدکم صدقه، هر موقعی که تو با همسر شرعی خود انبستر میشوی، با او میخوابی، برایت یک صدقه نوشته میشه. صحابه یا رسول الله، یعنی ما اونجا شهوتمون رو ارضا میکنیم این صدقه نوشته میشه؟ گفت اگر اینو در حرام میکردی مگر گناه نبود؟ گفت بله. فلان که در حلال کردی این کار رو، برای تو صدقه نوشته میشه. پس صدقه هست، سنت هست، فرموده الله هست. عبادت شد یا نشد؟ عبادت شد. الان تو عبادتت رو، شب اول زندگیت رو با چی شروع میکنی؟ مثل این میمانه که کسی جانماز بندازه، یک به اصطلاح بلنگوی بزرگی هم در کنارش بگذاره، بعد بگه الله اکبر، دستش هم ببنده، موسیقی هم پلی بکنه، اونجا موسیقی است، خواندن است، این داره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. آیا این عبادت قبول میشه؟ طبیعتا هر مسلمان عاقل میگه نه قبول نمیشه. طرف داره میره حج،
یک به اصطلاح ضبط صوت MP3 چیزی با خودش ببره در اثناء طواف کردن موسیقی گوش بکنه، آیا این حجش میشه؟ طوافش میشه؟ طبیعتا میگید نمیشه. پس تو سه عبادت در اینجا جمع میشه در ازدواج، شاید که عبادت های دیگری هم درش وجود داشته باشه. سه عبادت، فرمان الله، فرمان رسول الله، صدقه هست در این. تو این عبادت رو داری انجام میدی با چی؟ موسیقی گذاشتی، سالن رو سرتون برداشتید، شب تا صبح زن و مرد با هم میرقصن. بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت 6 ماه بعد منجر به طلاق میشه، زن و شوهر با هم دیگه جنگ و دعوا، زندگی خراب. چی شده؟ والله ما نمیتونیم با هم دیگه زندگی کنیم. چطور با هم دیگه زندگی بکنید که شب اول زندگیت رو تو با معصیت و با گناه آغاز کردی؟ من خوشبخت‌ترین انسان‌ها رو در ازدواج دیدم، خوشبخت‌ترین انسان‌ها رو در ازدواج دیدم، خوشبخت‌ترین انسان‌هایی که در زندگی از اونها خوشبخت‌تر ندیدم. والله بالله در شب عروسیشون یک زن و مرد نامحرم هم دیگر رو ندیدن، یک ثانیه هم موسیقی پخش نشده، اما خوشبخت‌ترین انسان‌ها بود. کسانی رو دیدم که کم از کم $100,000 در شب عروسیشون خرج کردن، بهترین خواننده را آوردن، کنسرت زنده داشتن، اما بعد از 1 سال، 2 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال منجر به طلاق و بدبختی شده. تو که شب اول زندگی تو با معصیت الله آغاز بکنی، چطور الله سبحانه و تعالی تو رو در زندگی خوشبخت بکنه، اولاد صالح نصیب بکنه، زنت صالحه باشه؟ پس عبادت رو انسان که نمیتونه با معصیت الله سبحانه و تعالی آغاز بکنه. آخرین سوال در مورد سود بانکی که اجباری است. من قبلا در این مورد صحبت کردم. شما در یک کشوری هستید میگه که من حقوق تو رو نمیدم الا که حساب بانکی داشته باشی. در اون کشور هیچ بانک اسلامی وجود نداره. وقتی که میری در بانک حساب باز میکنی میگه که الا بالله ماهانه انقدر برای تو، مثلا ماهانه $100 برای تو سود میاد. بعضیا رفتن به بانک ها گفتن که ما این رو نمیخوایم. گفته خب مادامی که شما نمیخواید این ورق رو امضا کنید، ما این رو میفرستیم به یک مؤسسه خیریه. این کار جایز نیست. چرا؟ اون مؤسسه خیریه اکثرا در کشورهای غربی مؤسسه‌های صلیبی است. اون $100 شما رو میگیره، انجیل چاپ میکنه، برنامه‌های دینی درست میکنه، در کشورهای اسلامی میرن مردم رو مسیحی میکنن، یهودی مسیحی میکنن و از دین میکشن. این کار جایز نیست. علما در مجمع فقه اروپا فتوا دادن که کسانی که اینطوری اجباراً مجبوراً یک سودی از بانک برایشون میاد، این سود رو چیکار میکنن؟ از بانک میگیرن مجبوراً، نه اینکه حلال است. برای صدقه، برای زکات و برای فلان و کمک به فقرا و مستمندان نمیدن. جایز نیست. این رو در راههایی که مثلا برای ساختن توالت های مسجد، برای ساختن توالت های یک مدرسه دینی، برای ساختن مثلا یک راهی، برای ساختن یک پلی، در این راه ها استفاده کردنش اشکال نداره. اما به یک مسلمان نمیدی، به عنوان صدقه به کسی نمیدی، چون که این پول حرام است و پول حرام و هیچ طمع و توقع ثوابی هم نباید داشته باشه انسان از این پول. سوال دوست عزیزمون در مورد سوره حاقه بود، از آیه 17 فرمودن تا آیه 22. الله سبحانه و تعالی در این مورد دوستان عزیز اگر این نشون بدم، من این رو از تفسیر انوار القرآن برای شما عزیزان نشون میدم. والملك على ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8 و فرشتگان بر کنارهای آسمان باشند و عرش پروردگار را در آن روز 8 بر فرازشان حمل میکنند. تفسیرش رو در اینجا به این شکل بیان میکنه که بعد از آن که آسمان خود جایگاه ایشان بود، پس فرشتگان منتظر آنند که پروردگار ایشان را فرمان داد و به سوی زمین فرود آید و بر زمین و کسانی که در آن هستند احاطه کنند. نصفی میگوید که آسمان مسکن فرشتگان است و چون از هم بشکافت ناگزیر ایشان به کنارهای آسمان پناه میبرند و عرش پروردگار را در آن روز 8 بر فرازشان حمل میکنند. سوالی که در ذهن بعضی از بینندگان عزیز ایجاد می شود که چرا در قرآن کریم بعضی اعداد 19 هست، 19 هست و 7 هست و 8 هست. ببینید امروز در خیلی از موادی که ما در اطرافمون داریم، تعداد الکترون ها، پروتون ها، تعداد مدارهایی که وجود دارد، اینا همش بر اساس اعداد و ارقام هست. حرکت این مدارها از سمت چپ به سمت راست به اصطلاح، همه اینها
یک سری به اصطلاح نظمی است که الله سبحانه و تعالی در آفرینش خودش داره. شما هیچ وقت مثلا نمیید به یک فیزیکدان بگید که چرا الکترون ها در فلان ماده مثلا اینطوری است، الکترون های فلان ماده اینطوری است، پروتون ها در اینجا چرا اینطوری است، در اونجا اونطوری است، یا کروموزومایی که مثلا در داخل سایتوپلازم وجود دارد چرا اینجا اینطوری است، چرا اونجا اونطوری است. جوابش به شما چی میگه؟ میگه این نظم است، این چیزی است که به اصطلاح خلقت است. یا که به خدا ایمان نداشته باشه میگه طبیعت اینطوری خلق کرده اینها رو. ما هیچ نمیتونیم چرا دلیلش چی است که این 7 تاست، 8 تاست، 10 تاست، 12 تاست یا یکیست یا 2 تاست. این چیزی است که اینطوری خلق شده. ما به عنوان مسلمان اعتقادمان این است که این 8 تا و 9 تا و 10 تا و 7 تا و 19 تا و اینا که است، اینا اعداد و ارقامی است که الله سبحانه و تعالی بنابر علم خودش، حکمت خودش، نظام آفرینش خودش اینطوری قرار داده. این دیگه ما حق نداریم والا چرا اینجا 8 تا است. بعضیا میگن که خب نه ما باید به عنوان انسان باید بدونیم. میگم خب بسیار خوب. میگم برو همین خورشیدی که الان داری میبینی برو تو این رو داخلش رو کشف بکن که داخل این چی است، چه موادی داره، چطور این خورشید اینطوری نورانیه، چطور این اشعاع مختلف رو از اشعه ماورای بنفش الاخری به طرف زمین فرستاده میشه، چی است، چطور به وجود آمده. انسان تا حالا نتونسته اینو کشف کنه. نزدیکترین سیاره‌ای که فرستادن تنها تونسته یک چند تا عکسی از اون طوفان‌های به اصطلاح کهرومغناطیسی که در سطح خورشید است از اون برای ما چند تا عکس بگیره. از داخل اون هیچ کس تا هنوز اطلاع نداره و هر آنچه هم که علم به ما میگه همه گمان زنی است. یعنی امکان داره اینطوری باشه، امکان داره اونطوری باشه، شاید هم اینطوری و اونطوری نباشه. مثلا 100 سال ما رو فریب دادن به نام نظریه انیشتین، نظریه نسبیت انیشتین. الان دارن خودشون علماء فیزیک دارن الان میگن که نظریه انیشتین یک فریب بوده، یک دروغ بوده، هیچ پایه علمی نداره و نظریات دیگری داره میاد که جایگزین نظریه نسبیت انیشتین میشه و فلان. همه اینها چی است؟ یک چیزی رو که 100 سال به ما میگفتن حقیقت علمی، الان خود علم داره میگه که نه، این یک نظریه باطلی بوده که اشتباه کرده، ما هم اشتباه کردیم. یعنی چی؟ یک قرن فرزندان ما و شما رو نظریه نسبیت بهشون خواندن، حفظ کردن، فیزیک خوندن، آخرش هم چی بوده؟ یک چیز دروغی الکی بوده. نمیگیم که انیشتین دروغ گفته یا علمای فیزیک دروغ، نه، اونها فکر کردن که اون راست است. به خاطر میگم نظریات علمی، یکی حقایق علمی است، یکی نظریات علمی است. و خیلی از چیزایی رو که امروز به عنوان حقایق علمی دارن برای ما بیان میکنن امکان داره در حقیقت چی باشه؟ نظریات علمی باشه که به مرور زمان تغییر بکنه. به خاطر همین زیاد باید به این چیزا گیر ندیم که چرا 8 تاست و چرا 7 تاست و چرا 19 تاست و فلان. بعد از اون میگه در آن روز در آیه 18 یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیه. آن روز یعنی در روز قیامت عرضه میشوید شما ای بندگان بر الله سبحانه و تعالی و حسابرسی صورت میگیرد و از شما هیچ سری پنهان نمیماند. یعنی از وجود شما یا از سخنان و افعال و اعمالتان هیچ رازی پنهانی نمی باشد. در جای دیگری در قرآن کریم میگه در اون روز اصلا دست انسان شهادت میده، پای انسان شهادت میده، زبان انسان شهادت، چشم‌ها و گوش‌های انسان شهادت میده بر علیه انسان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که ابو موسی اشعری روایت کرده است میفرمایند که مردم 3 بار بر الله سبحانه و تعالی عرضه میشوند. در 2 بار از این عرضه شدن ها جدال و پیشکش نمودن معاذیر است و در عرضه سوم نامه های اعمال به دست ها پراکنده می شود، یعنی داده می شود، تقسیم می شود. گیرنده ای است به دست راست و خب گیرنده است به دست چپ. و اما من اوتی کتابه بیمینی فیقولون ها هم اقرأوا کتابیه. کسایی هستن که به دست راستشون میدن، این انسان هایی هستن که وارد بهشت میشن، کسی هم که به دست چپ داد وارد جهنم میشد. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها ام اقرأوا کتابیه. کسی که نامه اعمالش رو به دست راستش داده میشه خوشحال میشه. مثل امروز بچه‌ها رو میبینید ولله مثل الاعلی، کارنامه‌شو که میگیره از مثلا کامیاب شده، موفق شده، برنده شده، میگیره چنان خوشحال است. ببینید به پدرش، به مادرش، خواهرش، برادرش نشون میده که من کامیاب شدم. در اون روزم انسان‌ها به همین گونه خواهند میگوید که ها یعنی بگیرید نامه اعمال مرا بخوانید و از سر شادمانی و خوشحالی این سخن را در جمع مردم بیان میکنن و داد میزنن. و در آیه بعدی اینی ظننت انی ملاق حسابیه، یعنی من ایمان داشتم، من یقین داشتم که من به حساب کتاب میرسم، الله سبحانه و تعالی از من حساب کتاب میگیرد و با این روز مواجه میشوم. و در آیه بعدی فهو فی عیشة راضیه، این انسان است که دیگه
در بهشت الله سبحانه و تعالی در یک زندگی پسندیده‌ای که هم او راضی است هم الله از او راضی است زندگی میکنه، فی جنت عالیه، در جنتی که به اصطلاح مرتبه عالی داره، یا در جنتی که بالا هست، یا در جنتی که برین هست. همه اینها صفات جنت است. تا آیه 22 فرموده بودن، اینم به اصطلاح ترجمه و تفسیر این آیات. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. من در پاکستان زندگی میکنم و افغانستان هستم و اینجا خودم شاگرد کامپیوتر ساینس هستم. درست. در یکی از پاخنتون‌های دانشگاه پشاور درس میخونم. اینجا اگر بگویم تقریبا حالات یا معاشرت هست تقریبا خیلی خراب شده. مثلا دختر و پسر به قسم دیگر رفاقت میکنن و استادای اسلامی ما هم کدام اسلامات استاد شریعت شد یا دیگر شد چیزی ما اینا رو دعوت نمیکنن. میشه که خود ما مثلا در پانتون در یک جای خود بچه را بگیم یا استاد باش بگیم که خاطر چه می کار نمیکنیم. مثلا من پدرم من نمیکنه که با هیچ استاد درگیر یا چیز نشو، اگر اونها غلط هم میکنن تو احترام شده داشته باش. این باره اگر یه چیزی برای ما بگیم. چشم حتما در این مورد صحبت میکنم. زنده باشید. سلامت باشید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. خوبین؟ سلامت باشید، زنده باشید. الله سبحانه و تعالی شما را استاد با عزت و آبرو داشته باشه. والله قسم یکی از افتخارات ما است که همراه شما هم کلام شدیم استاد. صحتتان خوب است استاد؟ سلامت باشید، زنده باشید. الله متعلقتان کند. بارک الله فیکم. سلامت باشین استاد. زیاد وقتتان نمیگیرم. از موضوع برنامه آگاه نیستم، دیدم در یوتیوب لایو هستین، گفتم یک بار زنگ بزنم، عرض ادب و احترام بکنم و یک سوال بپرسم اگر اجازه شما باشه. بفرمایید برادر عزیز. استاد در قدم اول قبل از اینکه سوال ما بپرسم استاد، والله الله سبحانه و تعالی استاد شما را، هم تیمیایتان، همکارایتان، همیتان دوست داره و از صمیم قلب همیشه ما دوستایم استاد بارها دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی شما را با رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش حشر بکنه. آمین. و شما را همچنان. سعادتمندی دنیا و آخرت نصیبتان بکنه. آمین. سلامت باشین. شما را همچنان برادر عزیز. سلامت باشین استاد. سوال ما ای است که در خودم فعلا استاد در یکی از کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنم و راستش تنها هم هستم استاد. مشکلات زیاد است در این جامعه، تنها بودن بسیار مشکل است و استاد حقیقتش زیاد احساس جدیدن همین اتفاقای اخیری که در زندگی ما افتاده بسیار بالای روحیم تاثیر منفی داشته و الحمدلله استاد میفهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایوب علیه السلام، نوح علیه السلام، تمام انبیا، حتی خلفای راشدین، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، همیشان مشکلات و سختی‌ها را سپری کرد. استاد میخوایم قلب ما آرام شد. امروز استاد اگر در مورد حکمت از این صحبت بکنین و واقعیت استاد سخت از دیت کشورها زندگی کردن، ایمان انسان استاد برای انسان خیلی فشار میاد و خیلی وقتا همیشه خودم تسلی میتونم استاد که ان الله مع الصابرین، ان الله یحب الصابرین، ولی استاد گاهی اوقات خطاهایی از پیش خودم سر میزنه، احساس بد برام دست میده، احساس میکنم ایمانم ضعیف شده، یعنی استاد نمیخوایم واقعا هلاک شم استاد، یعنی لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی سخت است. تمام آرزوی استاد از کودکی بود که به دین الله سبحانه و تعالی به شکل خدمت کنم ولی نتونستم استاد. حالا هدف می است که خودم هم از بین نرم یک بار. درست. اگر استاد یک نصیحتم بکنین و از شما استاد عزیز و از همکارانتان، از همه خواهر و برادر مسلمان که صدای من میشنوه تقاضای دعای خیر دارم استاد. الله سبحانه و تعالی خوشبختی دنیا و آخرت نصیبتان کنه استاد. الله سبحانه و تعالی استاد همونطور که ما براتان افتخار میکنیم استاد، الله سبحانه و تعالی بالایتان افتخار کنه. الله سبحانه و تعالی خوشبختی دنیا و آخرت نصیبتان کنه استاد. همیشه وقت با دیدن برنامه شما استاد خیلی سوالات در ذهن انسان حل میشه
و به حقیقت انسان پای میبره و استاد والله قسم که این تلاشتان بدون اجر و پاداش نیست و از زندگی زودگذر دنیا استاد که بخیر خلاص شود و شما خوشبختی ابدی دارین و الله سبحانه و تعالی نصیب همه ما و شما بکنه. آمین آمین برادر عزیز، الله مطالب استان کنه. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشین. استاد میشنم از طریق یوتیوب اگر اجازه باشه بسیار خوب. تلویزیون داده بسیار خوب. بعد از یوتیوب جواب سوال ما بشنم. بازم التماس داد استاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال مشکلی است، یعنی ما نمیخوایم این مسائل را عاطفی جواب بدیم، یعنی با واقعیت جواب بدیم. ببینید برادر عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه دین، من همیشه مولانا شهید مولانا مجیب الرحمن انصاری و عزیزانی که بودن همراه ما در وصال، گاهی اوقات شماها شاید همیشه ما را دیده باشین با چهره‌های خندان و شاش در جلوی دوربین می آمدیم تا آخرین لحظه، تا آخرین روزی که فرکانس قطع شد برنامه اجرا کردیم، خندیدیم، شوخی کردیم. اما شاید خیلی از شما خبر نداشتید از مشکلات ما، از مشکلات امنیتی ما، از مشکلات مالی ما، از تهدیدهای جانی که میشد. یعنی تصور بکنید، یعنی مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه آخر به آرزوی خودش رسید و از همکاران ما، از عزیزان ما، نه تنها در وصال، از فعالیت‌هایی که قبل از وصال داشتیم، یعنی تعدادی زیادی از دوستان و عزیزان ما به شهادت رسیدن که باور بکنید بعضی از اونها رو وقتی که یعنی از دست دادیم، مانند احمد ظاهر اسلمی رحمه الله، مانند حامد بدخشانی رحمت الله علیه، مانند احمد جاوید برادر عزیز و گرامی، خیلی دوستان بودن که یعنی وقتی کنها را از دست دادیم باور میکنید گاهی اوقات شاید تا یک ماه یعنی نه خواب نه خوراک، هیچ لذتی نداشت زندگی. ببینید این سختی ها و مشکلات رو مثلا شاید باور هیچ کس نشه که کسانی بودن که در شبکه وصال با ما همکار بودن تا 6 ماه 7 ماه حقوق نگرفتن، با سختی، با مشکلات، با قرض گرفتن زندگی خودشون رو گذراندن. طبیعتا انسان زندگی میکنه، کرایه خانه میده، غذا میخوره، علف که نمیخوره، انسان در غار که زندگی نمیکنه. خب همه این مشکلات و سختی ها رو به جان خریدن. به خاطر چی؟ به خاطر دین. این صبر و این تحمل رو کی به ما میده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما برادر عزیز در راه دین چی کشیدیم؟ نهایتش یک تهدید شدیم، نهایتش 4 روز زندان رفتیم، نهایتش مثلا یک مشکلاتی رو دیدیم، از یک جا به جای دیگه مهاجر شدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه دین از سر و بدنشون خون جاری شده، عزیزانشون رو از دست دادن، بهترین یارانشون رو از دست دادن، صورت مبارکشون زخم شد، دندان مبارکشان شکست، سرشان شکافت. یعنی چه سختی ها و مشکلاتی رو در راه دین ندیدن. صحابه رو ببینید، خودتون رو یک روز به جای سمیه قرار بدید رضی الله تعالی عنها، پیرزنی که در روی ریگ‌های داغ صحرای مکه میخواباندنش، با او رو شلاق میزدن و او میگفت احد احد، سنگ بر روی سینه‌اش میگذاشتن. بلال، عمار، یاسر، صهیب، خیلی از صحابه‌ای که شکنجه شدن در مکه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مخلفاتی که بعد از ولادت شتر، بسیار چیزای بزرگی است که ابرای بعد از ولادت شتر از شکم شتر خارج میشه، که یعنی 5-6 مرد این رو برمیدارن، این رو برداشتن در سر پیامبر صلی الله علیه و سلم در انگام سجده در مکه گذاشتن که سرشون رو مبارک نمیتونستن بلند بکنن. هیچ کس هم جرئت نمیکنه برداره. چرا؟ کی گذاشته این رو؟ سران مکه گذاشتن، ابو جهل و ابو لهب و امیه و عتبه و شیبه. فاطمه رضی الله تعالی عنها دختر کوچکی است، خردسال، این شاید 7-8 سالش باشه، میاد هرچی اینو میکشه گریه میکنه، ای مردم اینو از سر پیامبر خدا بردارید. کسی جرأت نزدیک شدن نمیکنه. با اون دستان کوچیکش یعنی فاطمه رضی الله تعالی عنها میاد که اینو دور بکنه، نمیتونه. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در اون حالت در مکه این سختی ها و شکنجه ها رو کشیدن. و از اینکه از صحابه بگیم شاید صدها برنامه بریم، هنوزم نمیتونیم اون مصائبی رو که در راه دین صحابه دیدن اونا رو بیان بکنیم.
72 نفر از بهترین قاریای قرآن در بئر معونه چگونه فجیعانه به دست کفار کشته میشن، در اونجا به شهادت میرسن. در بدر، در احد، در احزاب، در غزوات و در زمان صحابه ببینید، در زمان تابعین ببینید، تا امروز در غزه ببینید، در ظرف 3-4 ماه بیش از 40,000 نفر انسان رو سلاخی کردن. زن، کودک، غذا نیست، دارو نیست. حتی امروز کلیپ هایی رو دیدم که غذاها و کمک هایی که به اصطلاح بشردوستانه‌ای که از راه مصر حالا مثلا از 100,000 ماشین یکی رو اجازه میدن، اون رو هم چیکار میکنن؟ یهودی ها میان ماشین رو نگه میدارن، همه روغن ها برنج ها رو میگیرن، باز میکنن، در خیابان خالی میکنن، ماشین رو برمیگردونن. با این ظلم و ستمی که مسلمان ها دارن در اونجا میکشن. به خاطر چی؟ به خاطر دین. به خاطر چی این همه انتقام و این همه ظلم و ستم؟ به خاطر اینکه میگن لا اله الا الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. آیا میخواهید به این راحتی وارد جنت شوید و یعنی حالت گذشتگان برای شما نرسیده است که مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، سختی ها آمد، مشکلات آمد تا اینکه به لرزه در افتادن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. به اندازه‌ای که انقدر سختی و مشکلات روبرو شدن که دیگه راه ها همه بسته. این حکایت غزوه احزاب است، از بالا یهود، از پایین مشرکین، خندق، 4 طرف محاصره. حتی کسانی که با پیامبر بودن میگه لرزیدن، گفتن متى نصر الله، پیروزی خدا کی است؟ گاهی اوقات دیدید خدا کی این رحم میکنه بر ما، کی این مشکلات از سر ما حل میکنه. یعنی به این حد رسیده بودن. الله متعال به اونا چی میگه؟ الا ان نصر الله قریب. نصر الله سبحانه و تعالی چی است؟ نزدیک است. در سوره عنکبوت چی میگه؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. میگه شما فکر کردید که همین که بگید ایمان آوردیم خلاص درهای جنت باز است باید برید؟ الله باید امتحان بگیره که آیا شما در این ایمانتون صادق هستید یا در اولین مشکلات، در اولین سختیات تسلیم میشید، دست برمیدارید، برمیگردید. الله سبحانه و تعالی گاهی اوقات فتنه ها رو، امتحان ها رو، مشکلات رو، سختی ها رو به خاطر این میاره که از ما امتحان بگیره که آیا ما در این امتحان کامیاب میشیم یا نه. یکی از ملحدین بود بحث میکرد این چه خدایی است که امتحان میگیره ما رو بهش میفرسته، جهنم میفرسته. گفتم خب گو ساله، خیلی معذرت میخوام این کلمه، چون اینها رو الله متعال میگه اولئک کالانعام، اینها مانند حیوانات هستن. گفتم خب گو ساله، تا الان درس خواندی، رفتی مثلا فوق لیسانس گرفتی در فیزیک یا در هر چیز دیگری که خوندی، تو همینا رو اگر روز اول بدونی که درس میخواندی، بدونی که امتحان میدادی، بدونی اینکه روز اول میومدن همه اون کلاسی که با شما مثلا 40 نفر بودن به همه میدادن فوق لیسانس در فیزیک، آیا تو عصبانی نمیشدی، ناراحت نمیشدی؟ میگفتی من این همه درس خواندم، اینم سعی تلاش کردم، این هم کلاسم که هیچی نخونده، اینم بعد مثل من مثلا فوق لیسانس در فیزیک بگیره؟ نه، در جامعه اونی که درس میخوانه، اونی که سعی میکنه، تلاش میکنه، فوق لیسانس میگیره. اونی که سعی نمیکنه، تلاش نمیکنه، میره کارگر شهرداری میشه. نه اینکه خدای نکرده نقص شأن اونها باشه، اما این جامعه اینطوری است. این عین عدالت است که در دانشگاه از شما امتحان میگیرن، در کنکور از شما امتحان میگیرن، آخر هر سال از شما امتحان میگیرن، ناکام شدی کلاس بالا نمیری. حالا گاهی شده بری در دانشگاه بگی یا در دبیرستان، دبستان، در اونجا بگی که با چی بابا منو ناکام کردید، من 1 سال دیگه هم باید این کلاس رو بخونم. بله، چون در امتحان ناکام شدی 1 سال دیگه باید بخونی. در دنیا این عدالت است. وقتی الله متعال امتحان میگیره عدالت نیست. الله متعال میگه و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزها رو بین مردم میگردانیم، روز سختی، روز آسانی، روز پیروزی، روز شکست.
ولیعلم الله الذین آمنوا، که الله سبحانه و تعالی مؤمنین واقعی رو آشکار بکنه. اینها همه امتحاناتی است که الله سبحانه و تعالی برای ما میاره تا ما رو امتحان بکنه و صبر ما رو. صبر خیلی مهم هست. صبری که یکی از بزرگترین عبادت هایی است که هیچ اجر و پاداش معینی برایش نیست. صبر در مقابل مشکلات، صبر در مقابل سختی ها، صبر در مقابل امتحاناتی که الله سبحانه و تعالی برای ما بیان میکنه. یکی دیگر این است برادر عزیز و گرامی، امروز ما در دوران زندگی میکنیم. از یکی از علما پرسیدیم آیا این زمان زمانی است که نگاه کردن ایمان مانند این است که آتش رو در کف دست خود نگه داریم؟ در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در اشراط الساعه که زمانی میرسد که ایمان نگه داشتن مانند این است که آتش رو در دستت نگه داری. الله متعالفش کنه شیخ خندید، گفت که برادر این زمان گذشته، این زمان خیلی وقت پیش گذشته. گفت الان در زمانی زندگی میکنیم که انسان ها صبح مؤمن از شب کافر میشه، شب مؤمن از صبح کافر میشه. در حدیث میگه که یمسی مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی کافرا یصبح مؤمنا. شب صبح مسلمان از شب کافر میشه، شب کافر از صبح مسلمان میشه. الان این رو داره با چشم سر میبینیم. در ظرف 24 ساعت مسلمان چند بار به اصطلاح افغانی ملاق میخوره بین کفر و ایمان. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بدأ الاسلام غریبا، اسلام در غربت به وجود آمد. یعنی چی؟ سمیه بود، یاسر بود، بلال بود، ابوبکر بود، عمر بود، ظلم بود، شکنجه بود، سختی بود، مشکلات بود، 4 طرف محاصره بود، محاصره اقتصادی. 3 سال پیامبر در یک دره‌ای به نام شعب ابی طالب محاصره میشن. صحابه میگن نیمای شب میبرآمدیم، در ریگ‌های بیابان میگشتیم، گاهی اوقات یک تیکه پوست شتری رو که کسی ذبح کرده باشه، تیکه پوست شتر، فکر کنید پوست شتر، میگه این رو پیدا میکردیم، بعد میآوردیم اینو داخل آب خیس میکردیم یا تر میکردیم به قول افغانی که این یک کمی نرم میشد، بعد این رو با دندانمون میکشیدیم، میمکیدیم که کمی قوت بگیریم. 3 سال، یک روزشو والله طاقت نداریم ما. یک کولرمون خاموش بشه، پنکه برق بره، داد و بیدادمون داره. 3 سال پیامبر در اونجا زندگی کرد. ابو طالب از دنیا رفت، خدیجه همسر نازنینشان محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا از دنیا رفت. چقدر صحابه، چقدر خویشاوندان پیامبر از دنیا رفتن، چه بیماری هایی که گرفتار شدن در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه. 3 سال این سختی ها رو کشیدن. امروز در حدیث میفرماد که بدأ الاسلام غریبا و سیعود کما بدأ و سیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. امروز من و تو هم مثل همون یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم که در غربت زندگی کردن، داریم در غربت زندگی میکنیم. امروز رافضه با تو دشمن، ملحد با تو دشمن، کمونیست با تو دشمن، لیبرال با تو دشمن، آمریکا با تو دشمن، ایران با تو دشمن، کشورهای عربی با تو دشمن. یعنی یک روز تو نمیتونی تضمین بکنی که آیا امروز زنده به خانه برمیگردی یا نه. دقیقاً همون زندگی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام در مکه داشتن. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اسلام در غربت با غربت به وجود آمد و برمیگردد به امان غربت. فطوبى للغرباء. طوبا یک درختی است، میگن طبق بعضی از تفاسیر که سواری نمیدونم ساعت ها به پیمای فلان چند فرسخ است تو در بهشت، یا یک مرتبه بسیار بالا در بهشت است. میگه این مرتبه بالای بهشت برای اون کسانی هست که در زمان غربت اسلام به دین و به قرآن و سنت پیامبر پایبندن. امروز در یک مسجد میری، سنت پیامبر رو انجام میدی، رفع الیدین میکنی، آمین به جهر میکنی، یا شاید بعضیا توجیه بکنن این رو نمیگیم، یا ریش بلند بگذاری،
چپ چپ به طرفت نگاه میکنن، توهین میشی، اهانت میشی. امروز خواهر مسلمانی که حجاب کامل شرعی رو مراد بکنه، نقاب بپوشه، توهین میشه، تحقیر میشه، اهانت میشه. به همه اینها میگیم فتوبی للغربا. بابا این بشارت رو پیامبر بهتون داده. به خدا قسم اگر این ایمان و اعتقاد رو داشته باشیم که صادق مصدوق رسول امین صلی الله علیه و سلم که و ما ینطق عن الهوی این بشارت به من و تو داده که فتوبی للغربا، یا رب، یا الله، ما را از جمله اون کسانی بگردان که در زمان غربت اسلام به قرآن کریم و به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پایبند باشیم. اگرچه به ما بخندن، اگرچه به ما فحش بدن، اگرچه ما را اذیت بکنن، اگرچه ما را بیرون بکنن، زندان بکنن، شکنجه بکنن، بکشن، یا رسول الله، یا الله، ما همون بشارتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم داده، همون رو نصیب ما بکن که ما از جمله کسانی باشیم که به ما توبا نصیب بشه. فتوبی للغربا. برادر عزیز، امروز ما باید با عزت، الله سبحانه و تعالی قل ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، عزت از ماست. اگر اندک هستیم، اگر غریب هستیم، اگر کسی رو نداریم، اگر مردم به ما توهین میکنن، اگر در استخبارات ها، کشورها، پلیس ها همه در پی ما هستن، اگر اذیت ما میکنن، پیامبر میگه فتوبی للغربا. بگذار که اذیت بکنن، بگذار که در راه دین این سختی ها و مشکلات را بچشیم، چرا میارزد این که توبا به ما داده شود. و همه این نعمت ها و همه این بشارت ها وقتی به ما میرسد که صبر بکنیم، تحمل بکنیم، این سختی ها و مشکلات رو در راه الله سبحانه و تعالی تحمل بکنیم. آن وقت است که الله سبحانه و تعالی ما را با نبیین و صدیقین و شهدا حشر می کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را برادران خود خواندند. صحابه گفتن یا رسول الله، مگه ما برادران شما نیستیم؟ گفتن که شما اصحاب من هستید. برادران ما کسانی هستند که در آخر الزمان می آیند، مرا ندیدن، به من ایمان می آورند و از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی می کنند. پس این سختی ها و این مشکلات رو همیشه با جان و دل بخرید و هیچ وقت تلاوت قرآن کریم، نمازهای تهجد، امروز بیشترین نیازی رو که ما مؤمنین و مسلمان ها داریم نمازهای تهجد است. چون میدونید در نماز تهجد همه این غم ها، اندوه ها، مشکلات، همه این رو با پروردگار در میان میگذاری، همه دلت رو خالی میکنی. بگذارید این اشکتون بریزه، بگذارید ناله کنید، گریه کنید در نمازهای تهجد. امروز با وجود این سختی ها و مشکلات، امروز در زمان غربت اسلام ما نیاز داریم به این نمازها که دلمون رو تسکین بدیم، این استرس و قلق و اینها رو از خودمون دور بکنیم. ما پیرو به دینی هستیم که عزت، شرف، سربلندی از آن ماست، در دنیا و یا در آخرت. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد خوب هستین؟ سلامت باشید، الله مطالبتون کند. بفرمایید. استاد عزیز سوال داشتم. بفرمایید. در وقتی التحیات خوندن همین چلیک اشهد ان لا اله الا الله، همون وقتش دم برداریو که وقتی که التحیات سر کردی همون وقت تا آخر التحیات در تشهد یا در تحیات که شروع می کنید، صحیح این است که به مجرد شروع کردن این کلکتان را به این شکل شهادت بلند بکنید و حرکت دادنش به این شکل، این سنت است. این در حدیث ذکر میشه که این مانند یک لوله فلزی آتشینی است که بر شیطان فرود می آید. یعنی اصل و صحیحش این است که در طول تحیات یا تشهد این رو به صورت علامت شهادت نگه دارید یا حرکت بدهید. در تاجیکستان
چون ما فقط وقتی اشهد ان لا اله الا الله میگیم در هم میپرسیمش. هیچ مشکل نیست، هر دوش صحیح است. در این مورد شاید بیش از 70 روایت هست، اما همهش صحیح است، هیچ اشکالی در نماز ایجاد نمی کند. اما استاد سوال دیگه بفرمایید. استاد همین یک بازی برمده است و مانندی که دامو در تلگرام ای همین صورت یک بگیم یک صورت حیوان ای بالاش داخلی کلیک میکنی مقصد میجقی تنگا جمع میشوه بگیم بله. همو همین بازی به حد پاپولار نیست دیگه 170 میلیون آدم بگیم رجیسترات در مدگی در این بازی سکورا باید همین منیت مقصد ببرویا منیت مقصد فروخته شوه در بیرجو. بله بله. همین الان میخواستم با مسلمانان بگم یا که استاد عزیز خودتون یگان برنامه کنین درباره‌اش بیشتر معلومات بگیرین. وقت که من میدونم همین معنی تبروردگی آدم همین بازی پروردگی آدم همین آدمی است که در بیرجو معنی تو میبره با مانند بی ام بی بیت کوین همین چیزو همین آدم ای همین آدم یا رکلام کامون کرده است در طریق همین تلگرام. درست باشه، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر شد. من سوال یک بیننده عزیز یادم رفت، این رو هم خدمت شما عزیزان بیان بکنم. گفتن که در جای درس میخوانن از شاگردها و استادها بعضی منکرات رو میبینن، آیا امر معروف و نهی از منکر بکنن یا نکنن؟ الله سبحانه و تعالی میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت به خاطر این هستیم که امر معروف و نهی از منکر میکنیم. این وظیفه ماست، این از واجبات است بالای هر مسلمان. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی که منکری رو میبیند باید با دستش تغییر بدهد. با دست تغییر دادن در کجا هست؟ مثلا شما در دانشگاه نمیتونید با دست تغییر بدید. در اونجا مثلا برید دختر و پسری دارن با هم دیگه صحبت میکنن، نامحرم هستن، این بگیرید از هم دیگه جداشون بکنید، برو تو این ور برو تو اون ور، خب شکایت میکنن، شما را دانشگاه بیرون میکنن. تغییر به دست در جایی که شما قدرت دارید، در خانه، در بین خانواده، در بین خویشاوندان، مسئول هستید، حاکم، قاضی، پلیس، اینها میتونن با زور با دست تغییر بدن. وظیفه اونهاست، وظیفه حاکم است. یا جایی که شما ولایت دارین در اونجا، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اهلتان، خانوادتون، اونجا شما مسئول هستید، با دست با تغییر بدید. دخترت، پسرت، همسرت، خواهرت، برادرت یک کار منکری میخواست انجام بده، با دست میتونید تغییر بدید. فإن لم یستطع فبلسانه، که اگر نمیتواند با زبانش. در کوچه، در بازار، در اتوبوس، در هر جایی منکری رو دیدید برید، البته با بسیار روش خوب، با بسیار اخلاق، با بسیار ادب، که طرف آزرده نشود. گاهی اوقات بعضی شاید اصلا فوش بدن، اهانت بکنن، توهین بکنن، هیچ مشکلی نیست. اینا رو باید انسان در راه دین تحمل بکنه، اما هیچ وقت نباید انسان امر معروف و نهی از منکر رو ترک بکنه. فإن لم یستطع فبقلبه، یک جایی است که دیگه هیچ نمیتونید، نه با دست نه با زبان، با قلبتان باید چیکار بکنید؟ یعنی این کار رو بد ببینید. امروز بعضی از مسلمان ها منکرات رو توجیه میکنن، امر معروف نمیکنن، بدم نمیبینن، بلکه توجیه میکنن. والله دیگه میگه دنیا پیشرفت کرده دیگه نیاز هست. نه خیر، دنیا هر چقدر پیشرفت بکنه منکر است، معروف است و وظیفه تو امر به معروف و نهی از منکر است. این وظیفه یک ارگان و یک امر معروف و نهی از منکر مثلا طالبان و فلان و اینا نیست. این وظیفه همه مسلمان است، هر کس به اندازه علمش. اما امر به معروف و نهی از منکر با علم باید باشه. یعنی شما مثلا تا یک جای میرید، یک نفری رو میدید که برادر عزیز شما مثلا این طرز لباس پوشیدنتون جایز نیست، به شما بگه دلیل؟ والله دلیل نمیدونم. هم میگه پس فضولی نکن. باید دلیل رو بلد باشید، از قرآن، از سنت. انسان یک منکری رو در یک جای میبینه، بره مطالعه بکنه، معلومات کافی در موردش بگیره، بعد بره چیکار بکنه؟ امر معروف و نهی از منکر. و ذلک اضعف الایمان، کسی که با قلبش یک چیز رو بد میبینه و جرأت تغییر دادن با دست و زبان رو نداره، این چی است؟ این شخص ایمانش خیلی ضعیف است. که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما امر کردن که
امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم و الا عذابی رو خداوند نازل میکنه که همه رو در بر میگیره. فکر کنم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یا رسول الله، یعنی در یک جامعه خوب و بد هستن، این که عذاب میاد چرا همه رو میبره، همه گرفتار عذاب میشه؟ میفرمایند به خاطر که انسانهای خوب انسانهای بد رو از منکر، از عمل زشت مانع نشدن، به خاطر همین چی میشه؟ همه رو نابود میکنه. یکی از ملحدین چی میگفت؟ این چی دینی است که حالا مثلا من شرابخور، خودش رو میگفت، مثلا همسایه یک ملای مسلمان عذاب خدا میاد هر دوی ما رو میبره. بله هر دویتون رو میبره. جوابش رو به این شکل بدید که مثلا در یک کشتی نشستید، یک انسان احمقی بیاد یک پیچگوشتی میخی چیزی رو برداره، ای شروع بکنه به سوراخ کردن کشتی، قایقی چیزی سوار شدید سوراخ کرد، شما چی کار میکنید؟ همینطور نگاه میکنید به من چه، بذار سوراخ بکنه، داره برای خودش سوراخ میکنه. نه خیر، اون داره سوراخ میکنه کشتی رو. کشتی که سوراخ شد، آب اومد در کشتی، دیگه کشتی نمیگه که تو کردی اون کرده، هر دوتاتون غرق میشید. دقیقاً منکرات در یک جامعه اینطوری است. انسانی که منکر میکنه و تویی که منکر نمی کنی، عمل زشت نمی کنی، اون رو جلویشو نمیگیری، سبب میشه که غضب که نازل شد، عذاب که نازل شد، همه جامعه رو نابود میکنه. بعد این است که الله سبحانه و تعالی همه چیزش با نظام هست، حتی عذاب الله سبحانه و تعالی با نظام هست. 16 مورد اسباب نزول عذاب الله سبحانه و تعالی هست در یک جامعه که یکیش همین است که فسق و فجور در جامعه زیاد بشه. در آیه شریف الله سبحانه و تعالی میفرماید که اگر خواستیم یک ملتی رو نابود بکنیم، امرنا مترفیها ففسقوا فیها، ما اون انسانهای فاسق و فاجر رو امر میکنیم، این نه که اونها رو مجبور میکنیم، به اونا مجال داده میشه که فسق و فجور بکنن. کسی هم جلویشون رو نمیگیره، عذاب الله سبحانه و تعالی در اون جامعه نازل میشه. اما مثل کاری که رحمانوف داره در تاجیکستان میکنه، باور به الله سبحانه و تعالی بکنید 16 سبب، حالا شاید بیشتر یا کمتر باشه، من میگم 16 سبب عذاب الله سبحانه و تعالی که در یک جامعه میخواد نازل بشه رو داره انجام میده. و اگر امروز علمای تاجیکستان، ملت تاجیکستان جلویش رو نگیرند، فردا که از غضب الله آمد، فردا که مصیبت آمد، دیگه نمیگه که این رحمانوف هست، این حاجی میرزاست. هر دوتا غرق میشن، هر دوتا نابود میشن. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز یک سوال دارم. بفرمایید. کتاب قرآن تاجیکی را میخونم استاد، در سر هر خیل فکر میاد، فکر عاقله در سرم میاد. درست. من باید چی بکنم؟ استغفر الله میگید، هیچ توجه نمی کنید. این طبیعی است، برای انسان میآید. ببینید انسان به خاطر فکرش، به خاطر که در فکرش یک مثلا شما فکر میکنید به دزدی، فکر میکنید به زنا، فکر میکنید به یک شبهه‌ای در مورد دین، خداوند به خاطر فکر کردن شما رو عذاب نمیدهد. مثلا یک نفری آمد فکر کرد که برم پول فلانی رو بدزدم، به خاطر این فکر کردنت خداوند شما رو عذاب نمیداد، یعنی جزای دزدی نمیداد به شما. هر موقعی که این جرم رو کردی، اون موقع الله سبحانه و تعالی شما رو به عنوان یک دزد مثلا محاکمه میکند، جزا میداد. به خاطر همین گاهی اوقات در ذهن انسان سوال ایجاد می شود، مثلا در ذهن خیلی ایجاد، این الله کجا باشد؟ یا بعضی ها امروز خیلی با آتیستا اینا شروع کردن، خیلی سوال برای مثلا الله چطور به وجود آمد؟ آیا الله یک وقتی به وجود آمد؟ قبل از الله چی بود؟ الله چطور به وجود آمد؟ این سوالات است که در ذهن انسان خود به خود ایجاد می شود. گاهی انسان وقتی که این افکار به انسان فشار میارد، استغفر الله بگید، قرآن بخوانید، نماز بخوانید، وضو بگیرید، یعنی خودتان رو به کار دیگه مشغول بکنید و تا ذهنتان از این افکار خارج شود.
بله. باور کنید بودی همین چند گروه تماشا میکنیم مقصد مورد همین سیاستی تاجیکستان گام میزنم و کدومش باور کنید استاد عزیز نمیدونی که با کدوم اونها باور کنید یا تاش لیگه چی گام میزند لیگرش گوش میکنید لیگه چی گام میزند باور کنید در میونه رو مونده. درست. ببینید برادر عزیز در این مورد هم صحبت میکنم. سوال دیگری ندارید؟ آخران سوال ندارم. خواهش دارم از میانندگان که در حق مردم فلسطین دعا کنند در این شبای در این روزهای وزین. انشاءالله ما دعاگو هستیم. سلامت باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. همه دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ملت مظلوم فلسطین، تاجیکستان و همه مظلومین دنیا رو کمک بکنه و از زیر ظلم و ستم دشمنان اسلام نجات بده. من در مورد بازی که برادر عزیزمون پرسیده بودن، ببینید همه این بازی های الکترونیکی که از ضیاع وقت است. هر بازی که وقت انسان رو ضایع بکنه و فایده جسمی و روحی برای انسان نداشته باشه، اینها ضیاع وقت است. اما مسئله حلال و حرام بودن یک بازی، این دلیل شرعی نیاز داره که در مورد این بازی هم علما بعضیا گفتن حلال است و بعضیا گفتن حرام است. اونایی که گفتن حلال است به خاطر اینکه ضرر مالی نیست و برد و باخت در اون نیست، حلال است. و اونایی که گفتن که حرام است گفتن ضیاع وقت است و فلان است و از اینها. اما یک یقین داشته باشید که این مؤسسات غربی، کشورهای غربی هیچ کاری رو، هیچ بازی رو، هیچ برنامه رو ایجاد نمی‌کنن مگر اینکه برای اونها یک فایده‌ای داشته باشد. این رو یقین داشته باشید. ما هستیم که به اصطلاح قربانی میشیم و اونا هستن که سود میکنن. برادر عزیزمون پرسیده بودن در مورد اینکه کدام یک از گروه‌های مخالف که هستن در تاجیکستان ما اونها رو تایید بکنیم. برادر عزیز و بزرگوار، امروز کسانی که به نام حزب نهضت آمدن، دیدید که چی کار کردن؟ هزاران نفر شهید دادن ملت تاجیکستان. جهاد ملت تاجیکستان نتیجه داد. حکومت آماده تسلیم شد. آمدن قدرت رو گرفتن. بعد از اون مشغول دنیا شدن. همه اون دستاوردهایی رو که داشتن به رحمانوف تسلیم کردن. خودشان امروز فرار کردن رفتن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. مثلا این از یک سوراخ یک گژدم ماری آمد شما را گزید، مؤمن چیکار میکند؟ اونو میبندد. اگر بار دیگر از اینجا یک چیزی آمد شما را گزید، یعنی شما مؤمن نیستید، چون به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل نکردید. و این حزب هایی که به نام دموکراسی و حقوق بشر و نمیدونم فلان و علان و اینها میاین، اینها هم فردا اگر سر قدرت آمدن یکی مثل رحمانوف یا بدتر از رحمانوف میشن. نصیحت من به جوانان تاجیک، به ملت تاجیکستان این است که هر کسی که برای حکومت اسلامی، برای قرآن، برای سنت، به خاطر اقامه شریعت اسلامی در تاجیکستان مبارزه می کند، فقط و فقط در کنار آنها باشید. اینایی که به نام دموکراسی و نمیدونم فلان و میخوان یک شلغم شوربایی درست بکنن، بعضی از این گروه ها رو من میشناسم، داخلش رافضی هست، شیعه هست، داخلش نمیدونم ملحد هست، داخلش دموکرات هست، داخلش نشنالیست هست، داخلش از هر فکر و گروه هست، در رأسش هم یک مسلمان دیندار است. بعدش هم چی میگن؟ ما میخوایم اول تاجیکستان رو بگیریم، بعد از اون بیایم چیکار بکنیم؟ در اونجا عدالت و دین و شریعت. نه کسی به شما این فرصت نمیده. همونایی که امروز در کنار شما به نام سوسیالیست ها و دموکرات ها و نمیدونم فلان لیبرال ها و اینا هستن، قدرت اونا میگیرن، شما رو پشه هم حساب نمیکنن. به خاطر همین در کنار کسانی باشید که شعار و عملشان قرآن و سنت، شریعت اسلام، عقیده توحید باشد. کسانی که صفهایشان همینطور معلوم نیست، هر کی است، اینها کسانی هستن که همین تاریخ اسلام خودمان در همین 100 سال گذشته ثابت کرده که اینها هیچ وقت نمیتوانند مسلمان ها را با اون عزت و شرف و مجد و عظمت برسانند.
عاقبتشان همون عاقبت حزب نهضت خواهد بود. تشکر میکنم از بینندگان عزیز و گرامی. امروز هیچ فرصتی نشد که ما کامنت های شما عزیزان رو بخوانیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلامت باشید بیننده عزیز، بفرمایید. بله بله بفرمایید، صدا شما میاد. من یک سوالی داشتم در مورد یک چیز. در مورد میگن خیلی این شبهه را مطرح میکنن، میگن که تو به خاطر این مسلمان هستی، میگه با خانواده مسلمان به دنیا اومده. میگه اگه مثلا به اسرائیل به دنیا می اومدی مثلا تو جنایتکار می بودی. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کودکی با فطرت به دنیا میاد. کل مولود یولد علی الفطره. هر کودکی با فطرت سالم. فطرت سالم چی است؟ همون فطرت که شناخت الله، ایمان به الله سبحانه و تعالی، همون فطرتی که در روز ازل الله سبحانه و تعالی از همه انسانها این عهد و پیمان رو گرفت که من کی هستم؟ گفتن که تو پروردگار عالمیان هستی. بعد میگه که کل مولود یولد علی الفطره. هر کودکی با همون فطرت اسلامی به دنیا می آید. فابویه یهودانه او ینجسانه او ینصرانه. این پدر و مادرش هست که او را یهودی می کند، نصرانی می کند یا مسیحی می کند. اشکال در چی است؟ بعد از اینکه شما بزرگ شدی در یک خانواده مسلمان، خداوند بهت عقل داده، شعور داده، قرآن رو میخوانی، حدیث رو میخوانی، از عقلت کار میگیری. یعنی امروز عقل شما به عنوان یک مسلمان، الان شما در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدی، مسلمان هستی. مثلا اون ملحد چی میگه؟ میگه که اگر که چیزی که به توسط حواس پنجگانه قابل شناخت نباشه، قابل لمس نباشه، ما نباید به او ایمان داشته باشیم. یعنی چی؟ ماده پرستی است. درست است؟ یعنی میگه که خداوند رو نمیشه دید، خداوند رو نمیشه شنید، خداوند رو نمیشه لمس کرد، خداوند رو نمیشه چشید. پس چیزی که با حواس پنجگانه انسان قابل درک نباشد، اون چیز وجود ندارد. درست است یا نه؟ همین شبهه رو مطرح میکنم. میگه خداوند رو کسی ندیده، صدای خداوند رو کس نشنیده، خداوند رو کسی لمس نکرده، خداوند رو بوی خداوند رو کسی به اصطلاح به مشامش نرسیده، خداوند رو کسی نچشیده، پس این خدایی وجود ندارد. همین شبهه رو مطرح میکنن. درست است یا نه؟ بله نه، مشکل اینجاست. خب ببینید یک لحظه، من میخوام سر ببینید برادر عزیز، درست است، این حرف درست است. اگر در خانواده یک یهودی به دنیا میاد، فرزندش هم اونا یهودی تربیتش میکنن، اما اون کودکی که به دنیا میاد، حرف ما سر اون کودک است. یک لحظه، حرف ما سر الان که بزرگ شد، نه بزرگ شد، ببینید بزرگ شد، الله سبحانه و تعالی به ما عقل داده، الله سبحانه و تعالی به ما عقل داده، شعور داده که ما وقتی که من الان اون شبهه‌ای که مطرح کنم رو جوابش هم بدم که در ذهن بینندگان نمانه. چی میگن اینا؟ میگن که خدایی که مثلا لمس نشه، چیز نشه، با حواس پنجگانه، این خدا وجود نداره. به همون ملحد ما میتونیم بگیم که تو همین عقل تو با حواس پنجگانه برای من ثابت بکن، اگر نمیتونی ثابت بکنی پس تو عقل نداری. این مثال رو به خاطر این آوردم که هر انسانی که به سن بلوغ رسید، عاقل شد، درس خوند، الله سبحانه و تعالی در سوره انسان میفرماید که انا هدیناه السبیل، ما راه رو برای اون نشان دادیم، فاما شاکرا و اما کفورا،
یعنی راه امروز کیست که در دنیا از اسلام نشنیده باشد، از یکتاپرستی نشنیده باشد؟ این همه دعوت به زبانهای مختلف، یعنی حجت بر همه بشریت تقریبا قائم شده است. متوجه شدید؟ این که الله متعال به ما عقل داده، هر یهودی، هر نصرانی، هر بت پرست، هر بودایی اگر با عقل فکر بکنه، عقلش او را به طرف یکتاپرستی، به طرف الله سبحانه و تعالی هدایت میکنه. بله. یک سوال دیگه هم داشتم، نظرتون در مورد این دانشمندان پیش بینی میکنن در آینده، آیا اینا رو باور کنیم این چیزایی که پیش بینی میکنن؟ ببینید برادر عزیز، اکثر اینا پیش بینی نیست. ببینید اکثر اینها پیش بینی نیست. مثلا امروز هواشناسی میاد چی میگه؟ میگه که فردا هوای تهران ابرآلود خواهد بود، در اصفهان باران میبارد و اهواز هم آفتابی است. درست است؟ مردم فکر میکنن که این پیشگویی است. این پیشگویی نیست برادر عزیز. اونها دستگاه‌هایی دارن، رادارهایی دارن که میبینن که ابرها مثلا از طرف شمال داره حرکت میکنه با سرعت مثلا 100 کیلومتر در ساعت. بعد از مثلا یک شبانه روز این ابرها به تهران میرسه و این ابرها حاوی باران هست، امکان داره که در تهران باران بباره. اما چون در ماحول اهواز مثلا هیچ گونه ابری دیده نمیشه و این جبهه هوای گرم یا سردی از چهار طرف به طرف اهواز نمیاد، پیش بینی میکنن، میگن که چی است؟ آفتابی است. این پیش بینی نیست، این واقعیتی است که خداوند امروز علم داده، عقل داده به بشر. رادار درست کردن، دوربین ها درست کردن، مراکز هواشناسی درست کردن، بر اساس اون پیش بینی میکنن و همین پیش بینی ها هم 100% نیست. گاهی اوقات دیده باشید مثلا پیش بینی کردن که فردا در تهران هوا بارانی است، شما یک چترم گرفتی اومدی بیرون، هوا ابر شد اما باران نبارید. بله واقعا. ممنون از شما. زنده باشید. تشکر. گاهی اوقات حتی مثلا در مسائل زلزله و بعضی چیزا که میگن پیش بینی کرد، اینو پیش بینی نیست، اینا تخمین های بشر بر اساس داده های علمی که هست، بر اساس آنچه که بشر از دستگاه‌های مختلف در علم جیولوژی اینها کشف کرده یا چیزهایی رو که بشر از طریق دستگاه‌هایی که ساخته دیده، این چیزها رو تخمین میزنن، پیش بینی میکنن و این از غیبیات محسوب نمیشه، چون این بر اساس علم و دانش دارن این چیزها رو بازگو میکنن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز خوبه نامه؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. استاد عزیز یک سوال داشتم درباره یعنی تاجیکستان. وقتی ما الحمد بر حیث یک مسلمان تاجیکستان داریم، باز ما در تاجیکستان هستیم، بیرون از تاجیکستان هستیم. درست. در همین برای سطر وقت مقصد که میریم قطعی همون اویلامون، قطعی خواهرمون، قطعی مادرمون بیرون از خونه میبریم، یک شهر میریم، یک بنیسه میریم، یک اونجا میریم که مقصد ما را میقپن، قطعی همون برای همون سطر مقصد میگن که مقصد سخت میکنن که همون سطر را بگیره، ای سر مادرمون، ای سر اویلامون، ای سر مقصد خواهرمون در هم خونت ما چکو کردن میتونه. ببینید من در این مورد این مسئله صحبت کردم که هیچ انسانی، هیچ بشری در دنیا، پلیس هست، سرباز هست، ناتو اینطوری است، نه، اینجا این مسئله ناموس است و در اینجا نص صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. انسان هیچ وقت نباید به خاطر یک قانون کفری، این قانون کفری است، قانون اسلامی که نیست، نه، به خاطر قانون کفری انسان نباید قانون الله سبحانه و تعالی را ترک بکند. استاد عزیز با من تا فکرش هم میکنم خیلی نصرین میگریزه که خیلی اوکی ما را یک انسان مسلمان اکروز بیرون از تاجیکستان میشه و که ما را میریم مقصد گفته همه خونتو شاید که چه مکتوبا بخریم و چکو کندن گفته همیتا خیلی فکر میکنم من روز شبگون گفت دادگی بدی بزن چه گوش کردگی نم دستم. درست. زنده باشید برادر عزیز. الله متعال استاد.
جزاک الله خیر. سلامت باشین. بارک الله فیکم. سلامت باشید برادر عزیز. بله سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باور میکنین 20 مرتبه تماس گرفتم تماس برقرار نمیشد. گفتم یه بار دیگه تماس بگیر اگه برقرار نشه دیگه قهر میکنید اگر برقرار نشد. بله خیلی از استاد انصاری ناراحت میشم. سلامت باشید بفرمایید برادر عزیز. استاد من میخواستم از شما تشکر بکنم. واقعا هم من قبلا درباره آقای قاری عبدالکبیر حیدری چنین فکر نمی‌کردم. باور میکنم گمان میکردم ایشان سنی است، اهل سنته. نه تنها من، حتی مردم ما فکر میکردن که ایشان اهل سنت هستن. خدا رو شکر شما حقایق رو نشون دادید که ما متوجه شدیم که ایشان سنی نبوده. من گمان میکردم حنفیه. ولی در مورد آقای محسن آصفی میدونستم، زیرا که من هم خودم فارغ التحصیل مدرسه دارالعلوم زاهدان هستم. میدونستم که تقیه میکنه. من میدونستم زیرا که کتب شیعه را، اصول کافی، بهارالانوار، اسرار آل محمد را مطالعه کردم. میدونستم که اینا تقیه میکنه، حقیقت نداره. ولی آقای عبدالکبیر حیدری را اهل سنت میدونستم. درست. اما خدا را شکر الحمدلله خدا خیرتون بده. به قول ایرانی ها دستتون درد نکنه که واقعیت و حقایق رو برای ما نشون دادید. من خیلی خیلی سپاسگزارم و همیشه برای شما دعا میکنم خداوند شما رو در دنیا و آخرت سربلند بگردونه. و یک چیزی دیگه بفرمایید استاد، و در مورد خدمات شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه هم میگفتید، زیرا که بله مردم اهل سنت ایران که من هم در ایران زندگی کردم ایشون رو میشناسم، ولی متاسفانه مردم ما در افغانستان نمیشناسن. اگه فرصت کردی حتما راجع به ایشان، خدمات ایشان برای بینندگان توضیح بدهید تا اینکه مردم ایشون رو بشناسن که خیلی خدمات زیادی داشته برای اهل سنت و الجماعت. درست. چشم. حتما انشالله. حتما انشالله. سلامت باشید. الله متعال حفظتان کند. زنده و سلامت باشید. بارک الله فیکم. من این سایت رو بیارم اینجا. دوستان عزیز و بزرگوار، این سایت هست سایت عقیده یا سایت کتابخانه قلم. چرا این سایت رو آوردم؟ من این لینکش رو هم در کامنت ها بگذارم در اینجا. بله این رو خدمت شما گذاشتم. خب الان در مورد این کتابخانه صحبت میکنیم. دوستان عزیز اگر این صفحه رو بتونن نشون بدن، این سایت کتابخانه عقیده است. سایت کتابخانه عقیده تقریباً چیزی در حدود 16 سال قبل در مدینه منوره تأسیس شد این سایت و من و شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه و یک برادر دیگر که اسمشون رو ذکر نمی کنم این سایت رو تأسیس کردیم. پیشنهاد من بود به شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه، چون ایشون مترجم رسمی در وزارت شؤون اسلامی بودن، یکی از دانشجویان ایرانی که در دانشگاه امام در اونجا درس خونده بودن و یک کتابی رو خواستم. گفتن در سایت هست. در اون سایت 4-5 تا کتاب کوچیک بود، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به فرشتگان، ایمان به رسولان، اینا رو ترجمه کرد. کتابای خیلی کوچیک بود. بعد یک ایوی گرفتم از سایتشون، گفتم شیخ این سایت به اسم سایت عقیده اهل سنت هست اما توش هیچی نیست و فلان اینا. گفت خب شوخی کردم. این آدم چیز بود، تبخوشی بود. گفت که خب شما برید مرد بشید بیاید این همکاری بکنید این سایت رو درست کنیم. گفتم من آمادم. بعد از اون در سال 1429 هجری قمری که حدود 16 سال پیش تقریبا میشه، 15-16 سال پیش، مدیریت این سایت رو به عهده گرفتم و با 4 کتاب شروع کردیم. البته اون 4 کتاب معروف نیست که در افغانستان و تاجیکستان اینجا هست. با 4 کتاب شروع کردیم و تا حج همان سال، یعنی محرم شروع کردیم تقریبا سایت رو، تا محرم
تعداد کتاب های سایت به بیش از 750 کتاب رسید در یک سال. و یک سال بعد از شروع کار شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه مبتلا به بیماری سرطان شد و در ریاض وفات کردند. اما با اون اخلاصی که داشتن و با اون زحمت هایی که کشیدن، الله سبحانه و تعالی در کار این سایت یک برکتی رو عطا کرد که این سایت امروز تنها کتابخانه الکترونیکی اهل سنت به زبان فارسی میتونم بگم هست و همه کتابخانه‌های دیگر که از این کتابخانه کتاب‌ها رو گرفتن اضافه کردن. البته جزاهم الله خیر، چون این کتابخانه وقفی است و ملکیت شخصی هیچ کس نیست اما این اصل و اساس کتابخانه الکترونیکی فارسی بود. چرا شاید بعضی تعجب بکنن های شما در ظرف این یک سال تونستید مثلا 750 تا کتاب رو اضافه بکنید؟ نه خیر، همه کتاب ها رو ما اضافه نکردیم، همه کتاب ها رو ما ترجمه یا تالیف نکردیم. البته خیلی با قوت کار ترجمه شروع شد، ترجمه کتاب های مهم به زبان فارسی. خیلی از علما، نویسندگان و مؤلفینی بودن که کتاب های تالیف کرده بودن، ترجمه کرده بودن و جایی نداشتن برای نشر، حتی شاید یعنی امکانات مادی نداشتن که چاپش بکنن. اونها اومدن و این کتاب ها رو در اختیار ما قرار دادن، فایل وردش رو. یک هیئت علمی تأسیس شد که این کتاب ها رو دقیق مراجعه میکرد، اصلاح میکرد و حتی به یاد دارم تنها یکی از علمای افغانستان بیش از 44 کتابش رو فرستاده بود برای اضافه کردن، یک نفر. بعد از مراجعه دقیق این کتاب ها اضافه می شد. این حرکت رو که ما شروع کردیم سبحان الله تشویق شدن بقیه هم و خیلی از انسان های خیر، از تجار، از اهل سنتی که امکانات مادی داشتن اسپانسر شدن برای ترجمه کتاب های مختلف، حتی بعضی مجلدات مثلا سیرت خلفای راشدین در 5 جلد، سیرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. این از کتاب‌های تاریخی بسیار مستند و زیبایی است که محمد علی سلابی نوشته که این رو ترجمه کردیم و خیلی از این کتاب‌ها چاپ شد در حرمین، در وقت حج و عمره توزیع می‌شد در بین حجاج. بعد این کتاب‌ها رو در فلش‌های انداختیم، به کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، به مراکز علمی اهل سنت در افغانستان، تاجیکستان، ایران به اینجا فرستادیم که پیمانه وسیع نشر شد. و در سال دوم تعداد کتاب‌های سایت به 1450 کتاب رسیده بود که در یک DVD این رو نشر کردیم، همه کتاب‌ها رو. زیبایی در این سایتی است که دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، مثلا شما میخواید در تفسیر یک کتابی رو بخونید، مینویسید با کیبورد فارسی، البته مینویسید تفسیر که نوشتید انتر میزنید، همه کتاب‌هایی که در مورد تفسیر باشه در اینجا برای شما میاره. مثلا می نویسید در مورد نماز، مثلا نماز می نویسید، سرچ می کنید کتاب هایی که در مورد نماز، مثلا ببینید در باره نماز 122 کتاب وجود داره، مثلا نماز شب، نماز جماعت، آموزش نماز، چرا نماز می خوانیم، خشوع در نماز، اهمیت نماز، مقام نماز، آموزش وضو نماز. خلاصه در مورد مثلا این کتاب رو به طور نمونه باز میکنم چون این کتاب خودم هست، میخوام نشونتون بدم. کتاب جالبی است، دوستان رو نصیحت میکنم بخونن این کتاب رو. ای کسی که از نماز غافلی، کتاب کوچیکی است، نویسنده محمد عبداللطیف انصاری. الان شما این کتاب رو در اینجا دیدید، میرید مثلا این قسمت اینجا پرینت میکنه، اینجا حفظ میکنه کتاب رو. در سمت چپ مشخصات کتاب هست، دانلود کردن کتاب رو دانلود میکنید. دانلود که کلیک کردید اینجا 2 تا گزینه داره، یا ورد یا پی دی اف. کسانی که میخوان از این کتاب از مطالبش استفاده کنن در مقاله‌ای، در نوشته‌ای یا به شکل پاراگراف های کوچیک مثلا در سوشال میدیا نشر بکنن، وردش رو دانلود میکنن. کسانی که میخوان پی دی افش رو بخونن، رو فایل پی دی اف کلیک میکنن، فایل پی دی اف باز میشه، از اینجا میتونید اینجا فلش که است بزنید دانلود بکنید. این کتاب هست به شکل پی دی اف، در اینجا خدمت شما باز شد. میتونید اینو بزرگ کنید، کوچیک بکنید. این در حال
دانلود شدن هست و از مطالب این کتاب استفاده بکنید. خیلی راحت هر مطلبی رو که دوست دارید در اینجا سرچ بکنید. مثلا می نویسیم قرآن، بله، مثلا در مورد قرآن 660 کتاب وجود داره در اینجا. قرآن مبین، این تفسیر قرآن است. قرآن درمانی، قرآن به شکل ورد اگر بخواهید، علوم قرآن، قرآن و تحریف، قرآن کتاب شگفت‌انگیز، بازنگری در معانی قرآن، کلیدهای تدبر در قرآن، قرآن در نهج البلاغه، صفات انسان در قرآن، یعنی تجوید و علوم قرآن، تابشی از قرآن، این تفسیر و ترجمه هست. یکتاپرستی در قرآن، آداب تلاوت قرآن رو چگونه بخوانیم، تاریخ قرآن، یعنی خیلی زیبا در اینجا. مثلا الان میریم حتی در صفحه 22 رو مثلا براتون باز بکنم. در اینجا حقوق بشر در اسلام، کلا مطالبی که در مورد قرآن هست یا کتاب هایی که ارتباط با قرآن داره. مثلا در ترجمه قرآن بریم، مثلا ترجمه 713 کتاب هست در این مورد. ترجمه جدولی قرآن کریم، کتاب بسیار زیبایی است. ترجمه معانی قرآن کریم، ترجمه معانی قرآن کریم از مسعود انصاری، از ترجمه معانی قرآن کریم آیت الله برقی، این آیت اللهی که سنی شده بود. مثلا حتی کتاب بخاری رو شما میتونید در اینجا، فیض الباری شرح مختصر صحیح بخاری، در اینجا به دست بیارید. قرآن کریم به ترجمانیان به زبان دری هست در اینجا. تفسیر احسن الکلام، الان مثلا این رو اینجا باز شد، این کتابی که اول دانلود کرده بودیم، در مورد نماز هست این کتاب. فرضیت نماز، اوقات نماز، اهمیت نماز، فضیلت نماز. مثلا در مورد اهمیت نماز میزنیم، اینطوری خیلی راحت آیات، احادیث همه به شکل منظم مرتب. این کتاب ها هر کدومش تصور کنید که اشخاصی نشستن اینها رو تایپ کردن، صفحه بندی کردن، تبدیل. حتی این کتاب ها آماده چاپ هست، یعنی شما دقیقا این کتاب رو از اینجا ببرید یک چاپخانه بدید، براتون چاپ میکنه. دوستان عزیز، بعد مثلا این تفسیر معانی قرآن کریم به زبان دری رو کلیک میکنیم، از مولانا محمد انور بدخشانی، یکی از بهترین ترجمه و تفاسیر قرآن کریم است. دانلودش رو میزنیم، پی دی افش رو کلیک میکنیم، داره باز میشه. و یکی از بهترین سایت هایی است که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو داد که تقریبا حدود 10 سال مدیریت این سایت رو من به عهده داشتم و خیلی از کتاب های زیبایی رو که نیاز بود اینجا ما تا این صفحه برامون الان باز شد. این قرآن کریم به ترجمه معانیان به زبان دری، مولوی محمد انور بدخشانی، به این شکل خیلی زیبا. در اینجا مثلا از سوره حمد رو ما اگر خدمت شما عزیزان نشون بدم، خیلی جالب است این ترجمه. مثلا این سوره حمد هست، ببینید این صفحه راست، این صفحه چپش خیلی زیبا. اینجا ترجمه قرآن کریم وجود داره. به نام الله بخشنده مهربان، تمام سپاس و ستایش ها مخصوص ذاتی است که پروردگار تمام جهانیان است. و ده‌ها تفسیر و ترجمه وجود داره. زیبایی دیگر این سایت این است که به زبان انگلیسی هر کتابی که نیاز داشته باشید در اینجا می توانید کلیک بکنید. این بخش انگلیسی، در اینجا بنویسید کتابی رو که می خواهید. مثلا در مورد اسلام یک کتاب رو سرچ می کنیم. در اینجا مثلا کتاب های مختلف رو برای شما سرچ می کنید میاره. و مثلا میریم به تاجیکی است، در بخش تاجیکی در اینجا هم کتاب های به زبان های مختلف. من اینجا خدمت شما به این شکل بیارم. بله، اینجا مثلا بخش تاجیکی است. آخرین کتابی که اضافه شده این کتاب است.
و کتاب های مختلفی رو می توانید در اینجا سرچ کنید، دریافت کنید. مثلا ببینید این بخش تاجیکی است، مثلا هر نویسنده ای رو، هر چیزی رو می توانید ببینید. حتی 100 کتاب رو با اینجا براتون باز می کنم. ببینید اینا همه کتاب های تاجیکی است که در اینجا وجود داره، می توانید دریافت بکنید. به زبان پشتو هست، به زبان فارسی، عربی است، اردو است، به زبان مالایی است. مثلا حتی به زبان عربی میریم، کتاب ها به زبان عربی در اینجا، هر کتابی که بخواید وجود داره. و این یکی از زحماتی است که الله متعال رحمت بکنه شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه، اهل ایران از منطقه بندر عباس، از عوض هستند و یکی از خانواده‌های معروف جنوب ایران که امتدادشون در کشورهای خلیجی، در کویت، در امارات، قطر اونجا هم هست و یکی از حسناتی که ایشان انجام دادن. آخرین تماس رو هم میگیریم و بعد از اون قطع میکنیم برنامه رو. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلامت باشید، زنده باشید. آخرین تماس هستید، خیلی کوتاه مختصر، وقت برنامه پایان رسیده. بفرمایید برادر عزیز. من صرف میخواستم به یک کمی پیام طولانی تر است، بازم کوشش میکنم صرف چیز کنم شد. ما استاد محترم، ما تقریبا 11 سال مکمل در تاجیکستان زندگی کردیم. درست. دیگه در اونجا ما مکتب خواندیم، در اونجا درس خواندیم. بعد از اون باز ما در افغانستان رفتیم، در افغانستان باز ما پانتون جم خلاص کردم. درست. اما ما یک پیام به می بچهای تاجیک چیز میکنم، اگر اجازه تان باشه، به بچهای تاجیک که در سرباز هستن فعلا. دیگه من نمیفهم که اینا باید یک دفعه دمی ایمان و وجدان خود کمکی فکر کنن. امی سوره فیل باید اینا ترجمه شه بخوانن و تفسیرش بخوانن که چی بالای سربازای کفاری که آمده به مکه حمله کردن و به دین اسلام و چیز حمله کرده بودن چی حالا سرشان آمد. یعنی داستان فرعون بخوانن که اینا چطور به سربازای می کافرها آمدن حمله کردن سر حضرت موسی علیه السلام. یعنی داستانا را اگه اینا بخوانن کمی که سرش فکر کنن، غور کنن، چیز کنن، میفهمن که اینا فعلا سر مردم میخواد، سر می خانمایی که در دمو کشور زندگی میکنن چی ظلم اینا کرده هستن. امیال وقتش است که اینا بحث کنن، اگر نکنن سبا روز آنمو روزها سر از اینا هم آمده نیستن. دیگه بدبختی به چیز میشن. دیگه خدا کنه که اینا کمی که فکر کنن، کمی که به خود بیان، کمی که در مورد از این کارهایی که حکومت ممالی انجام میده کمی فکر کنن، در غیر صورت بدبختی بدتر از سر از اینا خواهد بیان. اینا